نفر رو میبینیم. خب من یک بار دیگه اول از فولدر بندی شروع میکنم، چون این خیلی مهمه. در واقع شروع کار ما از همین فولدر بندی است. ببین بچه، این فایلایی که اینجا هست رو من توی همین فولدر براتون میذارم. اینا فایلای سورستونه، کمکتون میکنه. یعنی اینا میتونید بازش کنید ببینید اصلا اسمای مختلف رو توضیح داده، خود کابینت ها رو توضیح داده و هی اینو سعی میکنم براتون آپدیت کنم. اینها توی نقشه هاتون، توی این فایل اکسل هم براتون موجوده که حالا بهش میرسیم. ولی یه ذره بیکیفیت تره، چون اینا تو سلول اینسرت شده. وقتی تو سلول اینسرت میشه بیکیفیت میشه. میتونید ببرینش کنار و حالا بهتون آموزش بهتون میگم چیکار بکنید. اگر گیر کردین و به این دسترسی نداشتین میتونید برید تو اون و این عکس ها رو ببینید. تمام این عکس ها هم تو این فولدر فایل بیستون، اینجا تو بیس کامپانی فایل، اینجا همه چیز اینجا براتون میذارم. بلاک های آمادتون، اون فایل اتوکدا، اون فایل اتوکدی هم که بچه‌ها دو تا فایل اتوکدی که براتون فرستادیم، یه دونه اینه الان تو صفحه من ببینید، یه دونه که با پسوند stb هست، یه دونه هم dwt. اینا فایل آماده هستن، فایل آماده فرمول. این که stp همونطوری که میبینید اینجا هم باز نیست. وقتی روش بزنید بازش بکنید یه همچین پنجره‌ای براتون میاد که این همون تنظیمات پلاته. یعنی شما وقتی میخواین پلات بگیرین یه همچین تنظیماتی رو براتون میاره. وقتی که روی این گزینه‌اش بزنید میبینید که ضخامت خطوط، تمام رنگ بندی ها، تمام چیزها رو براتون مشخص کنید. استاندارد اون فایلای پلاتتونه که همین هم باز بکنید توی اتوکدتون اتوماتیک میاد. یعنی خیلی احتیاج نداره که بخواید برید لودش کنید یا ایمپورتش کنید. اگر نیامد توی قسمت پلاتتون ایمپورتش میکنید. و یه فایل DWT که همونطور میبینید اصلا اینجا من این چی هم نزدم. توی اتوکدتون اتوماتیک باز هست، یعنی تصویرها رو اگر روی بزرگ بذارید میبینید بازه، احتیاج به چیز نداره. این باز نمیشه توی اتوکد، یعنی باید بازش کنید، فقط تنظیماتش میره. این فایل malco.dwt اینو همونجور روش بزنید خیلی راحت باز میشه. حالا نمیدونم هنوز کسی مشکل داره با باز کردن این فایل؟ ببخشید من این سوالی دارم. این فایل CTP که میدین برای پلاته، خب این تمام رنگ های اون پالت رنگ رو ضخامت قلم برش تعریف کرد، ولی خب شاید رنگی که من انتخاب میکنم تو این ضخامت ها، مثلا من هدفم اینه یه کمی ضخیم‌تر باشه ولی تو اینا ضخامت کمتری براش اختصاص داده باشه. این رنگای از کجا بدونم؟ رنگایی که اینجا می‌بینید رنگای استاندارده، یعنی باید از همین رنگ‌ها استفاده کنید. معمولا شما رنگای استاندارد باید استفاده کنید. نمیتونید رنگ بندی خاصی رو مثلا اون چیزی که دوست دارین بزنید. باید از همین رنگ بندی ها استفاده کنید. ضخامتش هم توش تعریف شده. مثلا الان این فایلی که باز شد، من اگه کنترل پیو بزنم اینا باید داخل فایل باشن؟ آره، وقتی که باز میکنید اصلا این صفحه رو میبینید. آخه من باز میکنم اصلا هم چیزی نیست، کلا صفحه خالیه، هیچ لیر یا هیچی هم نداره داخلش. اتوکد چنده؟ من با 2021 بازش کردم، با 2017 هم بازش کردم، هر دوتا این همینجوری الان بود. من 2022 اتوکدم. بعد ولی بعید میدونم مال اتوکد باشه. حالا باز اگر میبینید، چون ورژن 2017 که یه ذره قدیمیه، ولی با 2021 باید باز شه یه همچی چیزی. حالا 2020 رو چیز بکنید دیگه، 2020 رو نصب بکنید، چون اون 2021 هم یه سری چیزاش فرق میکنه. البته کلا اتوکد پایش یکیه، خیلی فرق نمیکنه، باید باز شه. من تست میکنم، حالا سعی میکنم توی ورژن پایین ببینم روی لپتاپ یه چیزی میتونم پیدا بکنم، ولی ورژناتون باید به روز باشه بچه. این فایلی که اینجا دارین میبینین وقتی که بازش میکنید یه همچین چیزی انواع سایز بندی ها رو براتون داره. این ضخامت رو نمیدونم، همینا رو فقط مچ پراپرتیز بکنید، مچ بکنید
بزنید روش خطای مختلف رو میتونید تعریف کنید، از این فلش ها میتونید تعریف کنید. تو تبای مختلف، این پایینش هم تباشه دیگه، سایزهای شیت هایی که لیوت شده رو همینو میتونید کپی کنید بذارید ازش استفاده کنید. سایز بزرگتر داره و لجنتاش هم که یه بار تنظیم بکنید توی پراپرتیز میتونید پر بکنید، براتون میاد. حتما بچه اون دوره آموزشی لیوت بندی رو برین ببینید، چون با لیوت خیلی کار دارید. و اینا هم که یه سری چیزای آماده است، مثلا برای اون نوت گذاری ها از این استفاده میکنید، یه سری علائم، سمبولا، همه اینا براتون اینجا آماده است، از همینا رو خیلی راحت میتونید استفاده کنید. من حالا این فایلم بازم براتون هی تکمیل میکنم، سعی میکنم یه فایل تکمیل شده براتون بذارم. مدل اصلیتون هم که همینجا کشیده میشه. این اون فایل است. حالا فعلا من با این خیلی کاری ندارم، اینو بعدا خود آقا مهیارم براتون توضیح میده، چون اصلا این تنظیمات اینو آقا مهیار انجام ده. من میخوام برم توی اتوکد، میخوام برم توی اکسل. قبل از اکسل ما بریم فولدرها رو براتون توضیح. قرار شد که ما برای هر پروژه یک همچین فولدری که این اسم ساخته میشه، یعنی اسم رو، این اسما مهمن. شما فرض کنید یک فولدر اصلی دارید به اسم پراجکت که تمام این فولدرها به اسمهای مختلف توش سیو شده. اگر این اسم‌گذاری ها اصولی و درست نباشه، شما بعدا میخواین پروژه رو پیدا کنید، یه کار، حالا الان یکی دوتا رو در نظر نگیرید، فرض کنید مثلا 100 تا پروژه است و این پروژه ها قراره مثلا 3 ماه بعد ما بیایم یه دونه از پروژه ها رو کار بکنیم. یه چیزی من راجع به کارهای کلا آمریکا بهتون بگم، حالا مخصوصا شمال آمریکا، اینه که شما وقتی یک پروژه‌ای رو الان دارین شاپ میکنید، این احتمال داره که وقتی که قراره اون شاپ اجرا بشه مثلا 6 ماه بعد یا 1 سال بعد باشه. یعنی اینجوری نیست که فکر کنید مثلا در لحظه قرار شاپ بشه فردا برید اجراش بکنید. بعضی از پروژه هم همین شکلی، یعنی خیلی سریع انجام میشن، ولی بعضی از پروژه ها معمولا وقتی که کار ساختمون تازه مثلا تو مرحله فونداسیون یا چیزاست، شروع میکنن به کارهای طراحیشو کردن که بتونن قراردادهای پیمانکاری ببندن. و شما باید به این نقشه ها دسترسی داشته باشید. البته ما اینجا دیتابیس میذاریم، دیتابیس رو سیو میکنیم، ولی شما هم باید دسترسی داشته باشید. اصول فولدر گذاری خیلی مهمه، این چیزی که معمولا ماها رعایت نمی‌کنیم، حالا به خاطر سرعت کاره، میخوایم عجله داریم یا یه سری نمیدونم اتفاقات برامون میفته، از این خیلی سریع میگذاریم، در صورت آپشن بسیار مهمی. کلا بیس فونداسیون کارتون همینه دیگه، یعنی فایلایی که میخواید شما اینجا بذارید فونداسیون اصلی کارتون اینه و همه چی باید طبق اون اصوله بره جلو. پس اولین کار ما فولدر اصلی اینجا داریم که یک اسمی داره، این اسم توسط اکسل ساخته میشه، بهتون داده میشه، دونه دونه میریم جلو. پس این اسمی که از اکسل ساخته میشه، اطلاعات اکسل که پر میکنید، یک اسمی بهتون میده که اسم فولدرتون میشه. وقتی که من فولدر رو باز میکنم، 2 تا فولدر دارم، یک فولدر بیس فایل دارم، یه فولدر دیزاین فایل دارم. توی بیس فایل هیچ تغییری انجام نمیدید، بیس فایل فقط برای کپی کردنه، حتی کات و پیست هم نباید بکنید، فقط کپی کردن. این برای چیه؟ برای اینکه شما تمام اطلاعاتی که از پروژه میگیرید، حالا یا ما بهتون میدیم یا از کارفرما یا از هر سورسی این اطلاعات بهتون داده میشه، همه این اطلاعات اینجا دم دستتون باشه، هی نخواهید برید از جاهای مختلف اینو بردارید یا از فایلی که قبلا خودتون سیو کردید. برای هر پروژه یک بیس فایلی تعریف میشه و تمام اون بلاک فایل ها، نمیدونم اتوکدتونه، اکسل فایلتونه، تمام اگر عکسی از پروژه باشه، هر چیزی که باشه میره تو این فایل. پس این فایل قابل تغییر نیست، اینو دقت بکنید. توی فایل دیزاین اینجا تغییرات و طراحیاتون اینجا در واقع اتفاق میفته. دو تا در واقع شماره اینجا هست که اسم این فایل ها هم البته تو این بخش نه، تو بخش جلوترش از طریق اکسل فایل طراحی میشه و شما اسم این فایل ها رو هم در واقع اینجا میذارید. ولی حواستون باشه به این شماره ها دست نزنید،
تو هر جا میخواین تغییر بدید. اینجا که ما تغییر نداریم، اینجا همینه، یا دو تا سرفصل داریم، بیس فایل و دیزاین فایل. برای این اسم گذاری نمی‌کنیم. میریم تو بخش بیس فایل. تو بیس فایل انواع فایلایی که به نظر میمده حالا من مثلا احتمال داره باش برخورد بکنید تو من اینجا براتون گذاشتم. اگرم چیزی اضافه بشه براتون میذارم اینجا، اضافهش میکنم تو فایل آپدیت میکنیم. اینجا سرفصل 0 رو داشتیم، پس اینجا هر چیزی که بشه میشه 01 02 03 همینجوری میره جلو. بعدن که شما میخواید سرچ بکنید میتونید اصلا تو فولدر اصلی که همون پراجکتتون هست با یک اسم کوچیک از پروژه، یک اختصار از پروژه و این 01 02 03 ها که بعد از یه مدت میدونید برای چی هست، مستقیم میتونید برید تو اون فایل اصلی و این فایل رو بردارید ادیت بکنید. این به درد این میخوره، بعدن تو سرچاتون خیلی مفید میشه براتون، سرعتتون خیلی میبره بالا. بخش اولش که کامنت و نامه هایی که رد و بدل میشه. یه چیزی من بهتون بگم راجع به ایمیل هایی که بهتون داده میشه، چون ارتباط حقوقی کاری با ایمیل هایی که تو قراردادها ثبت میشن و ما هم باید یک همچین چیزی رو داشته باشیم به غیر از اون نرم افزاری که با هم ارتباط برقرار میکنیم و فایل ها رو رد و بدل میکنیم. ایمیل اینجا یه چیز حقوقی داره که شما وقتی ایمیلی رو میفرستید دیگه مسئولیت حقوقی راجع به اون ایمیل دارید، چون ایمیل اینجا برای اینکه سرعت رو ببره بالا ارزش پیدا میکنه و اون متنایی که اونجا نوشته میشه شما میتونید بهش استناد کنید، بگید آقا من طبق این متن این کار رو انجام دادم. پس بهتره علاوه بر سیو اون ایمیل ها که ایمیل هایی که رد و بدل میشه، یه اسکرین شاتی، یه سیوی، یه چیزی بگیرید و اینجا تو تمام ایمیل ها و نامه هاتون هر چیزی که هست اینجا رد و بدل، اینجا سیوش بکنید و اینو اصلا شوخی نگیریم بچه‌ها. شما بر اساس مستنداتی که برای خودتون درست میکنید مسئولیت دارید و میتونید رفع مسئولیت بکنید. هر اتفاقی رو کتبی کلا یاد بگیرید بچه‌ها. اینجا نه، کل دنیا هستن، همه جا، همه در مقابل چیزهایی که مکتوب هست مسئولن. یعنی شما رو چیزهای شفاهی خیلی حساب نکنید، این رو یاد بگیرید که روی چیزهای شفاهی خیلی حساب نکنید. سعی کنید مکتوب، هر چیزی که میخواید مکتوب و مستنددار باشه. و اینجا یه فولدری هستش که این کمکتون میکنه اون تمام اون مکتوبا رو سیو بکنید، بذارید اینجا و بعدن اگه به دردتون، شاید هم هیچ وقت به دردتون نخوره ولی یه زمانی اگر به دردتون بخوره این فایل جزو اون فایل خیلی مهمه. بخش تکست فایل ها هست که اینجا خب اینجا نامه های رسمیه، اینجا تکست فایل هایی که مثلا فایل های ورد، نمیدونم چیزایی که براتون ارسال میشه میره اینجا. بخش کد فایل، تمام اگر فایلی کد داشته باشه یا حتی فایل پی دی افی که شما اکسپورت کد گرفته خودتون در واقع اکسپورت کد ازش گرفته باشید و میتونید فایل اصلیشو اینجا بذارید که هی لازم نباشه برید مثلا اگر به فایل کد احتیاج داشت هی برین دوباره اکسپورت بگیرید، یک بار اکسپورت میگیرید و اینجا میذارینش. فایل پی دی اف فایل هم که اون پی دی افی که معمولا با این فایل میاد، پی دی اف های اصلیتون با این فایل میاد. و اگر عکسی از پروژه داره که خیلی از پروژه معمولا ندارن ولی بعضی از پروژه داخلی بعدن ما باید بریم شاید خودمون بریم عکس بگیریم، اون عکس ها رو اینجا براتون میذاریم که ببینید اصلا این پروژه چجوری و خیلی کمک میکنه. و بیس کمپانی فایل هم که اینا فایل های کمکی هستن بچه‌ها، اینا حتما کپی بکنید ازش. حتی گفتم کل این فایل باید کپی بشه، هیچ چیزی به اسم کات یا ادیت اینجا نداریم. مثل فایل های اتوکد های آماده ای که براتون میذاریم، بلاک های آماده ای که میذاریم، عکس هایی که الان بهتون نشون دادم میاد اینجا، اصل اکسل فایل میاد اینجا و هر چی که اینجا بود خواستین استفاده کنید کپی میکنید میبرید توی بخش دیزاین و اونجا توش طراحی میکنید. راجع به این بخش کسی سوالی داره؟ بیس فایل ها؟ نه. خب بخش دوم دیزاین فایل. دیزاین فایل که شماره 1 پس زیر مجموعهاش هم 1 میاد، 1 2 میاد و اینجا دیگه از اینجا به بعد بچه ما باید اسم گذاری کنیم. دو تا بخش داره، یه جنرال فایل داره. جنرال فایل بچه همون فایل کلی هستش که کل پروژه رو در واقع داره نشون میده بهتون، همونی که شما خلاصش کردید، خاکستریش کردید، رنگ بندی روش گذاشتین و اون کامپوننت ها رو نشون دادید. برای این فایل که شامل اکسل فایلش هم میشه
شما چند تا بخش دارید. اینجا نگاه کنید آخرین شمارتون 1 بود، پس میریم جلو 1 1 1 1 1 2 و همینطوری میره تا پایین. اسمی که شما میخوایم بذارید اینجا همینطوری که نگاه این چیزی که من اینجا براتون گذاشتم، این اسمی که من اینجا براتون گذاشتم در واقع فرمت اسم گذاریتونه. از اینجا به بعد دیگه شما باید اسم گذاری کنید. خب اینجا نگاه کنید من نوشتم 1 1 1 کت فایل، آخرین آپدیت، تاریخ آخرین آپدیت. مثلا شما مثلا 1 1 2024 تا آخرین آپدیتتون بوده، اینجا اون تاریخ رو میذارید و از اینجا به بعد اون نوشته name of Excel component، این اسمی که در واقع توی اکسل بهتون داده رو اینجا کپی میکنید. این دیگه راحت بعداً قابل سرچ، یعنی شما این اسمو که بزنید کل فایل های اون سیستم رو براتون میاره. فقط نکتهش اینه که بچه‌ها چیزهایی که اینجا هست آخرین آپدیت کار شماست، آخرین ادیت هاست و قاعدتا خب شما روی یک پروژه وقتی میخواین کار بکنین اصلا درستش هم همینه، مثلا بیاید یه روز یه بار، 2 ساعت یه بار، 3 ساعت یه بار چند تا سیو از کارتون بگیرین که حالا فایلتون اگر پرید یا اصلا تغییراتی توی پروژه داره، تغییرات قبلیتون از بین نره و اونو داشته باشید و همه اون سیو هاتون هم به تاریخ بگید، یعنی اون همه چیز ثابته، فقط تاریخ رو شما عوض میکنید. مثلا اگر امروز نمیدونم 1 1 فردا میخوایم بزنید، تاریخش رو عوض میکنید، مثلا میذارید 1 2 مثلا 2024 و اون باعث میشه که وقتی که شما اینجا سورت میکنید همیشه آخرین آپدیتتون بالا باشه و بقیه فایل ها برای اینکه ما احتیاج نداریم و نه که احتیاج نداشته باشیم، نمیخوایم ببینیم الان، ما باید به این دسترسی پیدا کنیم و آخرین فایل هایی که داریم. سوالی داریم مثلا؟ محساس آقت ببخشید، نه من هی اینترنتم قطع و وصل میشه، هر بار که وصل میشم دوباره ویدیو و وایس من میاد بالا. الان این بار سوم من دارم قطع میشم. شما ادامه بدید، عذرخواهی میکنم. خب اینجا پس ما آخرین ورژن رو اینجا میذاریم، بقیه سیو هایی که در واقع ما اینجا داریم میره تو هیستوری فایل، یعنی همینجوری اینا رو میندازید تو هیستوری فایل. اینجا تمام تغییراتتون با هر ورژنی، خیلی نظم و ترتیبش مهم نیست، اگر که اون اسم گذاری رو درست داشته باشید وقتی فیلتر میکنید اینا همه به همین ترتیب پشت سر هم قرار میگیرن. اینجا اون نظم و ترتیب رو نمیخواد هی بیاید تغییر بدید، فقط اسم گذاری درست خودش نظم و ترتیب اون فایل بندیتون میده. فقط میگم این اسم گذاری رو حواستون باشه حتما درست انجام بدید، چون خودش میاد بر اساس تاریخ ها و این شماره بندی که اینجا دارید بر اساس تاریخ ها میاد درست میکنه فایلتون رو. پس هیستوری فایل قدیمیتونه و این فایل هایی که آخرین آپدیتش رو باید با این 4 تا فرمت اینجا بذارید. آخرین آپدیت با فرمت کت فایل، PDF فایل، JPEG و اکسل فایل، اینها همیشه باید باشن بچه. این 4 تا رو اگر فایلتون تموم میشه PDFش رو بگیرید، JPEGش رو بگیرید و اکسل فایلش هم اکسل فایلش که قاعدتا تکمیل میشه تا بخواد اتوماتیک به اینجا برسید. این برای چیه؟ برای اینکه شما وقتی که میخواید بعداً فایل‌ها رو پیدا بکنید، PDF فایل که فایلی هست که شما رد و بدل میکنید بین هم دیگه برای اینکه بخواید توضیح بدیم، مثلا مثل همین میتی که ما الان داریم میخوایم یا به کارفرما میخوایم توضیح بدیم، ما با PDF فایل کار میکنیم، هیچ وقت کت فایل مستقیم به کسی نمیدیم. کت فایل هم که برای ادیتامونه و JPEG برای اینه که شما اگر میخواید سریع این فایل رو ببینید، ویوتون اگر بذارید روی مثلا اکسترا لارج، اینجا با فقط تنها چیزی که کامل میتونه قشنگ بهتون نشون بده و مفهوم باشه و خیلی سریع هم باز بشه JPEG. اگر این نباشه یا باید برین دوباره هی PDF رو باز کنید تو اکروبات تایمی بذارید بیاد بالا، یا اینکه یا PDF رو باید باز کنید یا کت فایل. یه زمان خیلی زیادی ازتون میبره. JPEG این کمک رو بهتون میکنه که سریع فایلتون باز کنید ببینید اصلا این فایل چی هست. پس آخرین ورژن هاش میاد اینجا. این راجع به فایل جنرال بود که همون بهتون گفتم فایل کلی اتوکده. بخش بعدی 1-2 فایل های جدا شده است. یعنی ما چیکار کردیم؟ جنرال فایل رو درست کردیم، دیدیم مثلا 10 تا کامپوننت داره،
این 10 تا رو جدا کردیم و اسم گذاری کردیم. وقتی که جدا میکنه یعنی برای هر فایلی یک دونه فولدر باید ساخته بشه. اگر 10 تاست این میشه 1 2 1 1 2 2 1 2 3 تا 1 2 10 و اسمهاش هم که اینجا اکسل فایل بهتون میده که با چه اسمی اسم گذاری بکنید. و پس ما این فایل ها رو جدا میکنیم. تو اون اتوکدمون هم برای هر کدوم از اینا یه DWG قاعدتا جدا میشه دیگه، یعنی هر فایل DWG خودشو داره. این برای هر کامپوننت یه همچین فولدر، وقتی فولدر رو میسازید یا همون فولدر رو کپی میکنید و اسمش رو تغییر میدین، این بخش ها داخلش باید باشه. اینها طبق معمول آخرین چیزی که آخرین ورژنی هستش که شما کار کردین در واقع روشه که کت فایل داره. کت فایل بعد اینجا بچه‌ها من 2 تا کت فایل براتون گذاشتم، کت فایل 2D، کت فایل 3D، یعنی فایل های 3D و 2D تون رو از هم باید جدا بکنید برای اینکه اگر این کار رو نکنید و بخواید با تب استفاده بکنید مشکل زد پیدا میکنید و این زد داشتن کارها که اکثرا بچه‌ها توی اپراتوری نقشه‌هاشون حالا یه دستشون میخوره به شیفت و نمیدونم اون کراسر وسط موس یه ذره فایل میچرخه در حد مثلا یه نیم درجه یه درجه هم میچرخه، بعدا مشکل زد پیدا میکنید و این زد یه خطای اجرایی اصلا عجیب و غریبی بهتون میده. خیلی حواستون باشه تون اون دودی بالاتون رو توی اتوکد چک بکنید که از اون دودی به 3D تبدیل نشده باشه. و یه دونه فرمونم تو اتوکد داریم که زد و صفر میکنه. وقتی زد و صفر میکنید دیگه شما دارید تو دو بعدی کار میکنید، ولی اگر دستتون بخوره دوباره رفتین تو زد. اینو خیلی حواستون باشه. معمولا هم وقتی این اتفاق میفته که شما این بلاک های آماده رو توی اتوکد میارید، بعضی از بلاک های دو بعدی مثلا مثل نمیدونم حالا یه مثال همینجور براتون بزنم، مثل یه ماشین، یه دونه بلاک ماشین که شما مثلا میخواید بیارید، اینا متاسفانه بعضیاشون وقتی میری از نما بهشون نگاه میکنی میبینی که اصلا سه بعدی هن، یعنی نما دارن، یا به اشتباه اپراتوری که اونجا اینو تبدیل کرده، چون بعد همشون که نمیکشن، اینا میان یه فایل سه بعدی رو زد صفر میکنه از بالا بهتون نما میدن، ولی بعضی وقتا اگر اون زد صفر نشه شما از نما یک لولی دارید و اون لول کل کار اجراییتون رو خراب میکنه. اینو حتما چک کنید، یعنی ببرید رو نما، فایلاتون رو ببرید رو نما ببینید زد صفر نداشته باشه. اگر زد داشته باشه حتی به نظرم فایل از اول بکشید، خیلی بهتره. چون زد عدددار یه مقدار بود میده و شما اتوماتیک خطای 1 میل 2 میل خوشبینانه خطای 1 میل 2 میل دارید و این خطاها توی اجرا بعدن با CNC که میخوایم برش بدیم خیلی مشکل برامون پیدا میکنه. اینو حواستون خیلی باشه. پس من اومدم فایل 2D رو 3D تو از هم جدا کردم. حتما شما هم این دوتا رو جدا بکنید و 3D رو تو 3D کار بکنید، 2D رو رو 2D. بعد خروجی ازش میگیرید، خروجی دو بعدی میگیرید میارید تو فایلتون میذارید. فایل PDF تونه که فایل نهایی در واقع میاد اینجا، شیت بندیاتون اینجا قرار میگیره و این هم همینجور حالا هم از PDF تون میتونید JPEG بگیرید یا از خود همون اتوکد PDF JPEG بگیرید. به نظرم یه ذره راحت ترید. JPEG با کیفیت هم بگیرید، برای اینکه JPEG همینجوری کیفیت رو میاره پایین. سعی کنید شیتاتون رو بزرگ انتخاب بکنید که این در واقع این فایل رو با جزئیات بتونیم ببینیم توش. این فایل برای ارائه به کارفرما نیست، فقط برای راهنمای شیت، اینو حواستون باشه. و اکسل فایل طبق معمولا بقیه فایلایی که کار کردین، سیوهای مختلف ازش گرفتین همه میره توی هیستوری. اینجا ما 2 تا فایل دیگه هم داریم به غیر از این بحث 3D که ما اینجا 3D اتوکد حالا یا 3D نرم افزار دیگر رو اینجا انجام میدیم. یه فایل 3D مدلینگ براتون گذاشتم. این فایل توش اگر رندر خاصی داشته باشید یا خروجی هایی که در واقع از این فایل اتوکد گرفتید، سیو هایی که کردید، حالا چه به صورت PDF چه به صورت عکس، همه رو میبره تو اینجا که دیگه تو اینا قاطی نشه، با این JPEG اینجاتون قاطی نشه، همش رو میبرید از اینجا و بعدا تو شیت بندی PDF ازش استفاده میکنید. یه بخش CNC فایل دارید که چیزی که الان ما باهاش کار داریم این کات فایل است، همون ورقی که در واقع شیت های خورد شده تون رو شما
توی ورق هایی که مثلا 4x8 4x10 اینا رو همه رو هست میچینید. این با این کات فایل اگر اون شیت ها رو داشتید میبرید تو کات فایل. جی کد برای طراحی فایل CNC فعلا شما، من بعدا در آینده بهتون آموزش میدم، ولی با این فعلا کاری ندارید. همون کات فایل ها رو بذارید توی کات فایلتون که فایل ها هم اتوکده دیگه معمولا. و حالا اگرم اینجاها به مشکلی برخوردین، حتما مثلا پیشنهادی داشتین بگین آقا مثلا یه دونه فولدر اینجوری اضافه کنین اینجوری، حتما پیشنهاداتتون رو بگین، چون این فایل‌ها رو من تازه طراحی کردم گذاشتم، احتمال داره اصلا خطا داشته باشه. اگرم غلط املایی تو اینا میبینید حتما بچه‌ها بگین، چون من اینا رو خیلی تون نوشتم، مثلا تو اکسل فایلی که 100% داره، هنوز وقت نکردم چکش بکنم. برای کار بره جلو اینا رو فقط طراحی کردم گذاشتم. اگر خطایی نمیدونم، خطای املایی نمیدونم، پیشنهادی چیزی میبینید حتما بگید تو گروه واتساپ، من سریع ادیتش بکنم، فایل رو آپدیت کنیم که این فایل زودتر تکمیل بشه. این فایل ببخشید آقای اکبر، ببخشید الان شما اینا رو فرستادید برای ماجایی؟ نه اوکی. آره دارم آموزش میدم، بعد از آموزش براتون میفرستمش. من آره. بعد بگم به خدمتون که پس ما برای هر کامپوننت هم اینجا به این صورت فولدرها می‌نویسیم. خب دو تا اسم مهم داشتیم، یکی اسم این کامپوننته بود بچه اینجا، و یه دونم اسم این فولدر، اسم فولدر اصلی. اینها را کجا ما با این دیگه فکر کنم کاری نداریم. من اینو ببندمش. اینجا بچه ها نگاه کنید، من فایل اصلیتون اینجا رو اگر نگاه بکنید دو تا اسم، یه دونه این اسمه که اینجا هم حتی براتون نوشتم، حالا من برمیگم دونه دونه بهتون توضیح میدم که چیه، فقط دارم یه کلیت رو بهتون توضیح میدم که در جریان باشید. اینجا نوشتم که مین فولدر، این همون اسم، یعنی شما همین رو انتخاب کنید، یه کنترل سی بزنید بذارید تو فولدرتون، اسم این اونجا کپی میشه. و یه بخشی هم اینجا دارید که این اسم است، این اسم هم مال کامپوننت است. اینجا نوشتم separated folder، یعنی فایل هایی که جدا شدن، اینم میذارید برای اونها. یعنی اینا همه رو خود اکسل بهتون میده، خیلی نمیخواد بشینید اسم گذاری بکنید و حتما هم طبق همین اسم گذاری بکنید. خب بریم سراغ اکسل بچه. اکسل ما چند تا بخش داریم که من اینا رو براتون هیدن میکنم، مثلا یه بخشایی رو مثل سورس کدا رو به هیچ وجه دست نزنید، چون اگر سورس کد تغییر بکنه اصلا کلا اون فایلتون میریزه به هم، اصلا با این کاری نداشته باشید. فقط کلیتی که اینجا داریم، ما اینجا حالا من چند تا نمونه مثلا گذاشتم اینجا، یک کدی رو من به شما، به هر کدوم از شما اختصاص میدم که این کد از هر کدوم از بخش‌ها خب یه اسمی دارن و شما بر اساس این کد بعداً براتون برنامه‌ریزی میشه که کدوم یکی از این بخش‌ها رو قرار انجام بدید یا همه این بخش‌ها باید انجام بشه. پس فعلا با سورس کد کاری نداریم، مثلا شما به سورس کد وارد نشید چون هیدن میشه و هیدنش مثلا باز نکنید. یه بخش آفیشیال یا اداری ما داریم که این بخش کاری که انجام میده یه جورایی MSP که توی مایکروسافت هم ما داریم دیگه، در واقع برای برنامه‌ریزیه که برنامه‌ریزی پروژه، این خلاصه ای از اون MSPه که قبل از اینکه پروژه بیاد یه بخشی از این رو پر میکنیم و این این فایل اکسل رو من به شما میدم، یه بخشش پر شده است و خیلی شما با اینجا کاری ندارید، این در واقع برای تیم مدیریتی که داره برنامه‌ریزی میکنه، ولی من دارم براتون توضیح میدم که در جریان این چیزهایی که اینجا طراحی شده شاید هم بعداً تغییر بکنه باشید. خب چند تا بخش داره این آفیشیال. یه بخشی که پروژه رو اصلا میاد تعریف میکنه که اینها وقتی پر میشن میره تو فایل های اصلیتون به صورت اتوماتیک اینجا جاگذاری میشه، یعنی اسپندی ها همه اینا از طریق این آفیشیال در واقع یه نوع سورس کد هم هست، به خاطر همین نباید دست بهش بزنید چون همه چیزشو میرزه به هم.
و گفتم که حتما از فایل اصلی کپی میگیرید و فایل ها کار میکنید که اگر خراب شد بعدا بتونید فایل ها رو به فایل اصلیتون انتقال بدید، چون این فایل خراب بشه دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. بعدا ما اینها رو از طریق نرم افزار انجام میدیم، ولی فایل اکسل اون باید تکمیل بشه که همین رو نرم افزارش بکنیم. تو نرم افزار دیگه خطا نمیده، ولی این الان خطا میده. توی این بخش ما یه سریال نامبر داریم، یه دونم فولدر اصلی داریم که در واقع اون اسمای قراردادامون هست که تمام اینو وقتی که این اطلاعات رو پر میکنیم، مثل اسم پروژه، پروژکت نیم و تاریخ انتشاره که اینا همه تاریخ انتشارن، البته ایشو دیتا همه تاریخ انتشارن. اینا همشون کدگذاری شده. وقتی که اینا رو پر میکنن میتونن مثلا ماهش رو انتخاب بکنن، اینا رو مثلا پر بکنن بچهای اداری، اینا اتوماتیک اینجا بهتون سریال نامبر میده و اسم پروژه هم تعریف میکنه براتون. چیزی که برای شما مهمه اینجا تاریخ های ددلاین ها و تاریخ های شروع پروژه است که توی فایل هایی هم که به هر کدومتون مربوطه میاد. حالا بهتون الان توضیح میدم. این بالا پس مشخصات پروژه است و دپارتمان یعنی بخشی که الان ما در واقع الان کاری که داریم میکنیم تو بخش شاپ دراینگ. این الان میشه مثلا بخش شاپ دراینگ و وقتی که اینا رو پر میکنید کدای شاپ دراینگ و اینا میاد، تمام این اسم ها در واقع با این اطلاعات ساخته میشه. یه چیزی راجع به اکسل بهتون بگم. این اکسل هر چیزی که قرمز هست و اینها هم البته قرمزن ها، اینا هم حواستون باشه، تو این خونه هر چیزی که با قرمز هست باید پر بشه. اون چیزهایی که خاکستری شده با فرمول داره، اینا رو اصلا دست نزنید. فقط چیزهایی که قرمز هست باید پر بشه. بخش دومی که این فایل آفیشیال داره بخش تیمه که این هم یه جوری تقسیم کاره، هم برنامه‌ریزی پروژه است. بخش که چند تا بخش داره. بخش اولش که 2.0 جنرال فایل که من اینجا تباشم اینجا براتون گذاشتم. ببینید همونطور که نگاه میکنید پایینم یه ما بخش 2.0 داریم. بخش جنرال فایل یعنی چی؟ یعنی ما تا اون فایل کلی رو انجام ندیم، جنرال نوت ها رو در نیاریم، نمیدونم کی نوتاشون رو نبینیم، که معمولا این کار باید برای توسط یک نفر انجام بشه، ما اصلا زمان بندی نمیتونیم بکنیم فایل رو، نمیدونیم مثلا چند تا کامپوننت باید کار بکنیم. پس یک نفر باید این کارا رو انجام بده. تازه از اونجا به بعد ما برنامه‌ریزی پروژه‌مون شروع میشه، ببینیم چند تا کامپوننت داریم و اینا رو بتونیم به کیا اصلا قراره انجام بدن. آیا همه این کامپوننت ها توسط یک نفر قراره انجام بشه، یا اگر فایل پروژه خیلی باید سریع انجام بشه، باید اینا رو تقسیم کنیم بین چند نفر، هر کدوم یه بخشی از کار رو انجام بدن. در حال حاضر شما اینو در نظر بگیرید که همه تو این کارا رو یک نفری باید انجام بده، یعنی یک پروژه رو یک نفر باید انجام بده. ولی بعداً توی پروژه ها احتمال داره یه سری از کارا رو به یک نفر بدیم، یه سری از کارا رو به یک نفر بدیم و در آینده هم مثلا بخش تیریدی رو شاید جدا بکنیم، یا شما فقط مسئول کار تیریدی هستی، یک بچه‌ها یکی شاپ کار بکنه. اینا رو اینجوری تقسیم بندی می‌کنیم. ولی در حال حاضر در نظر بگیرید که همه این کارا رو خودتون باید به تنهایی انجام بدید، چون باید رو همش مسلط باشید. پس بخش جنرال فایل رو اول انجام میدید. جنرال فایل یه خلاصه‌ای من بهتون بگم اینه که شما نقشه ها رو همون پارت اولی که با هم انجام دادید، نقشه ها رو کامل خلاصه می‌کنید. اون فایل کمرنگه رو درست میکنید و جاهای نقشه ها رو توش مشخص میکنید که کدوم کامپوننت ها قراره انجام بشه و یک خلاصه ای از نوت ها رو باید در بیارید. حالا میریم جلوتر بهش میرسیم. تو این بخش جنرال فایل ها چند تا بخش داریم که بخش پراجکت منیجر، مدیر این پروژه کی هست، به چه کسی باید این فاینال اپروور، چه کسی باید این نقشه هایی که شما کشیدی رو تایید کنه. تا این تاییدیه در واقع وجود نداشته باشه پروژه تموم نمیشه. و نکته‌ای که هست بچه‌ها، من یک ویدیو براتون گذاشتم، ویدیو آخر باید حتما دیده باشید. انواع نقشه هایی که IFC رو براتون توضیح دادم، اپروو رو توضیح دادم، ریجکت رو توضیح دادم، همه اونا رو حتما دیگه باید نگاه کرده باشید قاعدتاً. پروژه هایی که اگر پروژه کامنت داشته باشه یعنی باید روش ادیت بکنید و دوباره ادیت ها رو بفرستید و توسط این افرادی که اینجا گذاشته میشه
اینا باید تاییدیه این افراد رو حتما داشته باشید. وقتی که اینجا اسم میذاریم یعنی احتیاج نداره تاییدیه کس دیگه ای رو بگیرید. مثلا دارم میگم وقتی اینجا اسم X هست دیگه شما نباید برید تاییدیه علی اکبری رو بگیرید، همون X رو بگیرید کافیه، پروژه انجام شده است و مسئولیت اپروو کردنش با همین شخصه، با کسی دیگه ای نیست. ولی اگر چند تا اسم باشه همه اون آدما اینجا مسئولن دیگه. پروگرامرش که برنامه‌ریزش کیه و کالکتور یا پرزنتیشن یعنی کسی هستش که بچه فایلای نهایی رو پرزانته میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد تمام اون لیوت ها رو از شما میگیره، 3D ها رو میگیره، میبره تو فایل PDF و اون فایل نهایی PDF و ورد هاش و متناش رو در واقع خروجی میگیره و فایل نهایی ایجاد میکنه که الان در حال حاضر اینو خودتون باید انجام بدید. دیزاینرهاش کیان؟ این دیزاینر از 1 نفر تا 3 نفر ما گذاشتیم برای یک پروژه. معمولا بهتره که یک پروژه رو 1 نفر انجام بده مگر اینکه پروژه خیلی پیچیده باشه که در جریان کل پروسه کار باشه. اگر پروژه پیچیده شد ما اینا تقسیم میکنیم بین چند نفر، یعنی هر کدوم از این کارا رو 1 نفر انجام بده. همونطور که میبینید من یه بخش استیمیتور گذاشتم که حالا شما فعلا با این کاری ندارید. استیمیت اینجا میشه برآورد، همون متر برآورد خودمونه. فعلا با این بخش کاری ندارید. من 3D رم اینجا 3 تا بخش براش در نظر گرفتم: کسی که 3D میکنه، کسی که رندر میگیره و کسی که نقشه‌های اینستالیشن میکشه. در آینده شاید اینها رو ما به یک شخص خاص واگذار کنیم که تخصصش فقط این باشه، تخصصش رندر باشه، تخصصش نقشه 3D اینستالیشن باشه. ولی در حال حاضر شما به همه اینها باید مسلط باشید. شاید توی پروژه باشه، شاید هم نباشه و اگه نباشه باید همه اینا رو خودتون انجام بدید. چند تا تاریخ خیلی مهم داریم. بذارید من زوم کنم اینجا، اصلا حواسم هم میبینید اصلا این رو، مانیتورم بزرگه مثلا شما میبینید. چند تا تاریخ مهم داریم که تاریخ های انتشارن. یکی از اون تاریخ ها تاریخ استارت پروژه است. استارت پروژه و فینیش پروژه، در واقع شروع و پایان پروژه، یک تاریخ بسیار کلیه. اینو معیار انجام کارهای خودتون قرار ندید. این از زمان قراردادی که در واقع پروژه به ما ارجاع داده شده نوشته میشه و زمانی هم که میخوایم تحویلش هم بدیم نوشته میشه. حالا احتمال داره 2 هفته باشه، احتمال داره 6 ماه باشه، ولی چیزی که مهمه ددلاین ها هستن. ما یه ددلاین کلی داریم که اصلا با این تاریخ میتونه یکی نباشه. ددلاین یعنی چی؟ یعنی اینکه ما خود پروژه‌مون شاید 6 ماه زمان داشته باشه، ولی ما یه ددلاین تحویل کار داریم که مثلا 1 ماهه یا 2 هفته است و این 1-2 هفته کلیه. کل این پروژه و کل مثلا 10 تا 15 تا کامپوننتمون رو باید مثلا توی 10 روز مثلا ما تحویل بدیم. پس برای اینکه این پروژه انجام بشه دوباره زیر مجموعش هر پروژه‌ای باید کامپوننت های خودش رو این 11 روز ما باید تقسیم کنیم بین کامپوننت های مختلف. مثلا 2 روز اینه، 1 روز اینه، مثلا 2 روز 3 روز اینه و این همینجوری تقسیم بندی کنیم و یک برنامه‌ریزی از پروژه به دست بیاریم. من یه ذره زومش رو بیارم عقب. ببینید اینجا وقتی که ما برنامه ریزی کردیم، جنرال فایل ها رو در آوردیم، تا جنرال فایل در نیاد شما چیزی به اسم ادیت یا برنامه ریزی اصلا وجود نداره، چون باید بدونید اصلا چند تا فایل هست و این فایل ها چقدر بزرگن چقدر کوچیکن. وقتی که جنرال فایل در اومد، فایل 01 ساخته میشه که در واقع برنامه ریزی پروژه است. برنامه‌ریزی پروژه یعنی چی؟ یعنی اینکه میاد تقسیم کار میکنه. حالا یا همه این کارا رو میده به 1 نفر، یا اینکه تیکه تیکه مثلا میگه آقا 3 تا کامپوننت مال شما، 3 تا کامپوننت مال شما، 3 تا کامپوننت مال شما، تقسیم میکنه بین بچه‌ها که معمولا حالا تو پروژه کوچیک این در حد پروژه که الان کار کردید باید تو 1 نفر انجام میشین، برای پروژه بزرگتره. و بعد از اون دیگه شروع میکنه به تقسیم کار. یعنی چی؟ یعنی میاد کامپوننت های مختلف رو جدا میکنه، کامپوننت 1 2 3 نمیدونم فلان همینجوری جدا میشه. تا من 15 تا کامپوننت گذاشتم بچه براش
ما باید پروژه‌مون رو تو 15 تا کامپوننت تقسیم کنیم. کامپوننت منظورم بخشه، یعنی نه اینکه مثلا اگر یک کابینت 6 تا باکس داشته باشه 6 تا کابینت 6 تا کامپوننت براش درست کنیم. اون بخش کابینت میشه یه دونه کامپوننت. و یه چیز کلی که البته این هنوز قطعی نیست بچه‌ها، اینجا ما یه بودجه بندی برای کار کردیم که بعداً خیلی به نفعتون میشه. این پیشنهادم هست، هنوز تایید نشده، ولی میخوام یه توضیح کلی راجبش بهتون بدم. شاید تغییر بکنه، شاید هم تغییر نکنه. ما برای هر پروژه کلی یک عددی رو در نظر میگیریم. مثلا اینجا چیزایی که گذاشتم مثلا گذاشتم $100. بعد خب اینجا قاعدتا تکس داره، تکس ازش کسر میشه، یک عددی میمونه از این خدمات که در واقع این عدد خدمات کارهایی که ما میخوایم انجام بدیم، از شاپ درا کشیده تا گرفته تا نمیدونم تیردی شو، اینستالیشن شو، هر چیزی که اینجا هست، هر چیزی اون پروژه‌ای که اینجا تعریف کردیم، کارهایی که اینجا تعریف کردیم و همون کارهایی که آدم‌هایی که در واقع اونجا هست اینجا هم تعریف شده براشون که اعدادی که اینجا هستن به 1% به نسبت اینها تقسیم میشه که بیشترینش هم شاپ درا کاره، چون اصل کار این انجام میشه. بیشترین شاپ درا کاره، پروگرامر. شاید در آینده شما یه چند نفرتون مثلا خودتون بیاین برنامه‌ریز بشید و هر کسی که این کارا رو انجام بده به یک عددی در واقع اینا بینشون تقسیم میشه. حالا شما توی کامپوننت های مختلف هم همین تقسیم بندی رو دارید. یعنی اگر که مثلا من یک پروژه کلا 100 مثلا دارم میگم $100 تعریف کنم، یه دونه از اون کامپوننت ها مثلا $10 ارزش داره، این $10 رو بین کارهای مختلف میتونیم تقسیم کنیم، یه نفر هم میتونه همه رو انجام بده که در نهایت با همین سیستم هم احتمال پرداختی داره. یعنی مجموع اینا جمع میشن، کاری که انجام دادید شیت میشه، میره دست حسابداری و حسابداری بهتون پرداخت میکنه. خوبی این کار اینه که شما دیگه درگیر ساعت نیستین. البته نه اینکه اینجوری باشه که مثلا بگیم چون ما این کار یه کار تیم ورکه و باید با هم در ارتباط باشیم، ولی مثلا میتونید ساعت 9 شب واسه تا ساعت 1 نصف شب کار بکنید، صبح زود میتونید کار کنید، تو کافی شاپ میتونید کار کنید، هر جا که میخواین کار بکنید. در صورت یه تایمی ما یه قرار ملاقات میذاریم که کارا رو چک میکنیم و بعداً فایل تحویل میدید. اینجوری یک نفر میتونه 4 ساعت کار بکنه، یک نفر میتونه مثلا 20 ساعت کار بکنه، 20 ساعت که نه، مثلا 10 ساعت کار بکنه و به نسبت همون هم درآمدش میره بالا و دستتون تو این بازه. و حتی تیم های زیر مجموعه خودتون هم میتونید بیارید. مثلا تو میگی که من عددم تو این کامپوننت اینقدر، تیریدشو میدم یه نفر دیگه میزنه اصلا برام، ولی خودم دیگه باهاش در ارتباطم. این بعدن یه همچین امکاناتی رو بهتون میده. ولی هنوز میگم اینجا ما فایل ها رو داریم در حد پیشنهاد میذاریم، هنوز تایید شده نیست. به محض اینکه تایید بشه من اینو بهتون میگم. توی این بخش سوالی داریم بچه‌ها؟ این البته میگم این ببخشید من بخش کامپوننت ها رو نفهمیدم، یعنی به چه صورت هست گفتین کامپوننت ها چه تعدادی میشه؟ ببینید ما کامپوننت رو اینو در نظر بگیرید که یک پروژه کلی داریم و این پروژه رو برای اینکه انجام بدیم باید تقسیمش کنیم به چند بخش. خب اینجا من این امکان رو گذاشتم که این پروژه رو به 16 تا بخش تقسیم کنید. این بخش ها همون کامپوننت ها. حالا میتونه یه دونه میز باشه، میتونه یه واحد کابینت باشه. در هر صورت بیشتر از این عدد نباید بشه، یعنی بیشتر از 16 بخش نباید بشه. حتی اگر مثلا میبینید مثلا 2 تا میز یکی، این 2 تا میز رو میتونید بکنید تو یه دونه از این کامپوننت. یعنی این 2 تا میز رو همون رنگ بندیایی که دارین نشون میدین 2 تا میز رو رنگش رو یکی بکنید. بگیم آقا ما الان این فایلی که میخوایم کار بکنیم تو این 2 تا تو این بخشه، تو کامپوننت مثلا 15. متوجه شدین اینو؟ هم به صورت مشترک میشه اون 2 تا کامپوننت. آره این مشترک با هم روش کار میکنید، روی فایل اتوکد کار میکنید دیگه، نمیخواد فایل توی فایل میشه. آره توی فایل‌های مختلف کارش بکنید. اوکی این؟ بله مرسی. خب سوال دیگه ای دارید بچه تو این بخش؟ میگم این بخش البته شماها خیلی توش فعلا انجام نمیدید، تا بعدا دیگه برید جلو دیگه خودتون اینجا میشید برنامه‌ریز، یعنی میارید تو بخش برنامه‌ریزی. این بخش الان من یه سوال بگو.
یه سوالم داشتم در مورد تیردی کار کردن. اینا با نرم افزار خاصیه یا نه با همون کد بکشیم و تو 3D Max مثلا رندراش گرفته باشه کافیه؟ ببین در حال حاضر ما اصلا بذارین هدفمون از تیریدی بهتون بگیم. اینجا چون کلا نقشه ها به صورت فایل های ترسیمی دو بعدی داره ارائه میشه، یه مقدار بعداً تو سیستم اجرا مشکل پیدا میکنن. ما داریم این رو به عنوان یک آپشنی میذاریم تیریدی رو که در واقع کسی که میخواد کار بکنه یا اصلا خود کارفرما یا هر کسی که هست درک بهتری از اون فایل دو بعدی داشته باشه و از همه مهمتر خطای طراحی خودمون در میاد. پس اینو صرفا یک تیریدی ساده بهش نگاه نکنید بچه. اولین چیزی که بهش در نظر بگیرید که اینه باشه که بچه من فایل لینک دوم براتون فرستادم چون فکر کنم فایلمون تموم میشه، تو کلندرتون هم هست. اینو در نظر بگیرید در وهله اول که شما تیریدی میکنید که خطای کارتون در بیاد. پس اصلا سمت اسکچاپ نرین. ببینید اسکچاپ سرعت طراحیش بالاست ولی از اون ورم خطا داره و وقتی که شما تو اتوکد دارید طراحی میکنین خب همه خطا جلوتون هست دیگه. یه فایل ازش کپی میگیرید همون خطا رو اکسترود میکنید و سه بعدیش میکنید. خوبیش چیه؟ چون همون خطا رو دارید اکسترود میکنید اگر جایی احساس کردین مشکل داره و تو تیریدی وقتی دارین مشکل برمیخوره و اکستروداش به هم میخورن پس میدونید نقشه‌تون مشکل داره دیگه. پس سریع میرید نقشه رو ادیت میکنید، یعنی همزمان نقشه داره ادیت میشه چون تو یه نرم افزار هم هست و این کار راحته. بعدن در آینده خب مثلا شما امکاناتی مثل رویت رو داریم. رویت یه برنامه سوپر کامله و کسایی که میگن آقا رویت مثلا نمیشه خیلی کارا کرد اصلا بدون اصلا رویت رو نمیشناسن. در حال حاضر برای اینکه پروژه استارت بخوره داریم با اتوکد میریم جلو و من سعی میکنم که همزمان و زمانم اجازه بده یه آموزش خیلی خوبی از رویت براتون بذارم که بعدا میتونید. رویت خوبیش اینه که وقتی یک بار این کار میکنید خودش اونور داره مدلش رو میسازه، سه بعدیاشو میسازه، اگر خطایی داشته باشید خطاها رو بهتون ارور میده و خیلی کارهای دیگه، رندرهای بسیار خوبی بهتون میده. ولی در حال حاضر شما تو همون اتوکد رو بسازید. فعلا هم حالا تو فاز رندر نمیریم. رندر هم اگر بخوایم بریم یه اتاق آماده‌ای نمیدونم یه چیزی رو حالا تو 3D Max یا تو اسکچاپ یا تو هر چیزی درست میکنیم چون رندر خیلی مهم نیست. ما قرار نیست نور بذاریم بگیم حالا مثلا سایه فلان روی صفحمون بیفته، اصلا در این حد نیست فعلا توی شاپ درا. در حد اینکه 4 تا متریال روش نشون بدیم یا رنگ این مثلا تو این شکلی میشه. اونجوری نیست که بریم تو فاز رندرگیری تیردی. بعدن در آینده ما خدمات رندرگیری هم اضافه خواهیم کرد، یعنی این بخش هم در آینده میاد و میتونید توش باشه میتونم توش نباشه هر کدومی که دوست داشته باشید. اما در حال حاضر در حد تیریدیه ولی دقیق، نه تیریدی هایی که فکر کنید فقط یه حجمی نشون بدید، اصلا این شکل نیست. این تیریدی صنعتیه بچه، یعنی تمام قطعات ریز به ریز باید سه بعدی بشه. خب اوکی، سوال دیگه ای هست؟ اوکی. فکر کنم 7 دقیقه این ور زمان داریم. بعد من توی این 7 دقیقه کلیت اکسل اصلی رو بهتون میگم، چیزی که شما باش کار دارین و بعدش بقیه ادامه جلسه‌مون میریم توی میت دوم. خب بچه‌ها نگاه کنید، ما آفیشیال رو توضیح دادیم، اداری رو که خیلی گفتم با این بخش کاری ندارید و بخش 2.0 که این کارتون در واقع از اینجا شروع میشه. یه چیز کلی راجع به این اکسل بهتون بگم، راجع به رنگ بندی هاش. اینجا من یه سری خطوط نازک گذاشتم که سفید رنگه. میبینید اینو یا زومش کنم؟ دیده میشه؟ بله دیده میشه، من خودم زوم کردم. اینجا یه سری خطای سفیده. این خطای سفید نازکی که وقتی دیدین یعنی اون پارت کلا تموم شده دیگه، پارت ها جداست. یه پارت اینجاست، یه پارت، بقیه خطوطی که میبینید بین این هاست مربوط به همون پارته. پس این سفیده رو در نظر داشته باشید که پارت ها کامل جدا شده.
اینم مثل همون شید، چیزهایی که در واقع با خاکستری هستن رو اصلا دست بهش نزنید. اینها فرمول شدن، از سورس ها داره برمیداره و فقط یه اطلاعات بهتون میده و اینا رو میتونید فقط کپی بکنید. اصلا 2 تا کلیک روش نکنید، همونجوری فقط کپی بکنید و اطلاعاتش رو بردارید. نوشته هایی که خالی هستن که من اینا رو اگر نگاه بکنید مثلا با قرمز حتی گذاشتم، حالا سعی می‌کنم یه صفر یه چیزی هم توش بذارم که بتونید اون رو پرش بکنید. اونایی که قرمز هستن اون چیزایی هستش، اطلاعاتی هست که شما باید پر بکنید تو این جدول. و یه بخشایی بچه زرد رنگه همونطوری که میبینید. این زردها که فلش وقتی که روش انتخاب میکنید یه علامت حالت فرش هم اینجاش داره، رو این که بزنید 2 تا آیتم داره براتون، یه ضرب در داره، یه تیک سبز داره. وقتی که شما تیک سبز میزنید یعنی این بخش رو دیدید، انجام شده و میرید سراغ هر کدوم از این بخش ها رو انجام دادید بزنید رو تیک سبز، میزنید رو تیک سبز. اگرم نخواستید که انتخابش میکنید دیلیت میزنیدش. بعد همه این زردها باید تیک بخوره، حالا چه قرمز چه تیک سبز. این یعنی چی؟ یعنی که شما یک بار این پرسه رو دیدین، نگاش کردید، متوجه شدید. مثلا همین تیک اولی که اینجا تنها گذاشتمش، این مربوط به این تاریخ اینجاست که نارنجی کردم. این نارنجی هایی که براتون اینجا گذاشتم یه سری چیزاست که گذاشتم تو چشمتون باشه. این مثلا تاریخ ددلاینه. ددلاین یعنی زمانی که این پروژه رو شما باید تحویل بدید و زمانی که احتیاج دارید برای این کار. دو تا چیز داره، حالا من از بالا دوباره برمیگردم بهتون نشون میدم. ولی همین ددلاینتون یه دونه تاریخ روز داره که تاریخ روز تحویلتون رو مشخص میکنه، یه تعداد روز هم داره که این کاری که الان میخواین انجام بدید برای این کامپوننت چند روز زمان داره، زمان استانداردش چقدره. یعنی شما وقتی که من اینجا براتون روز میذارم و تاریخ تحویل، میتونید مثلا اگه این کار 2 روز من زمان براش گذاشتم، تو روز اول این کار رو تموم کنید بذارید کنار و میتونید این کار رو تو 2 روز انجامش بدید. ولی 3 روز دیگه قاعدتا نمیشه دیگه. زودتر میتونید انجامش بدین بذارینش کنار، ولی دیرتر نمیتونید تحویلش بدید، چون دیگه اون پروژه اصلا کلا همه چیزش میریزه به هم. یه سری از این کارا رو ما همزمان میتونیم با هم انجام بدیم، ولی یه سری از فایلاتون بچه شما باید این کار رو انجام بدید که مرحله بعد یک نفر بیاد اون کار شما رو انجام بده. یه چیز مثال خیلی ساده براتون بذارم اینه که تا شما فایل شاپ دراتون رو نکشید قاعدتا فایل تیریدی رو نمیتونید انجام بدید و دوباره تا 3 بعدی تیریدی رو انجام ندید کسی نمیتونه بیاد رندر بگیره. و اگر همه این کارا رو انجام ندید ما یه زمانی میخوایم برای پرزنته، یعنی همه اینا رو باید بذاریم تو شیت و اگر این کار رو انجام ندیم اصلا پروژه دان میشه کلا. و از همه مهمتر تمام این فایلایی که ما انجام دادیم بعداً باید بره توسط یک تیمی تایید بشه، اگر احتیاج به اصلاح داشت یک زمانی برای اصلاح ما میخوام، یعنی همه اینا تو اون پروسه باید برنامه‌ریزی بشه. پس این ددلاین ها بسیار مهمن، یعنی اصلا این ور اون ور نمیتونه بشه، یعنی هر چیزی که ما اینجا گذاشتیم یه برنامه‌ریزی پشتش بوده، اینو حواستون باشه. و خب تا زمان دارم این جدوله رو کلا توضیح بهتون بدم، بالاشو توی میت بعدی بهتون توضیح میدم. اینجا که اسم بخشا رو براتون گذاشتم، یعنی بین هر خط سفید اسم اون بخش اینجا هست. سمت راستتون اینا هلپتونه، یه سری فایلایی که فکر میکردم به دردتون میخوره رو اینجا براتون گذاشتم، ولی همونطوری که میبینید بی کیفیت. چجوری با کیفیت میشه؟ میاید اینا مرج شدن با هم دیگه، میاید اینجا این فایل رو یه کپی ازش میگیرید. الان البته من چون رو اسکرینم بذارم این کار یه ذره احتمال داره ارور بده بهم، فایلم میترسم بپره. این رو کپی میکنید میذارید اینجا، میذارید روی این سلول، این عکس کوچیک میشه روی این سلول اینجا. حالا یک سلول های بزرگتری رو انتخاب میکنید که اینم داخلش باشه، در واقع اون عکس داخلش باشه. وقتی که مرج بکنید این عکس رو براتون بزرگ میکنه. به غیر از این هم تو اون فولدر بیستون هست، ولی این یه کار راحت تریه که میتونید فایلتون رو بزرگ کنید. این فقط برای اینه که شما اگر چیزی رو یادتون رفت یه نگاه روش بندازید رو راحت بتونید دوباره برگردین به اون اطلاعات، نخواید برید تو فولدرها هی بگردین. این بیشتر کمکیه. اولین چیزی هم که براتون اینجا گذاشتم یه تبدیل اینچ و فیت به سانتی متره. این برای این نیست که شما کارتون رو به سانتی متر بکشید هی تبدیل بکنید، این فقط برای اینه که بچه‌ها در این باید تو چند تا پروژه دیگه قلقش دستتون بیاد.
وقتی که اینا رو یک بار نگاه بکنید و چند بار هی رو قطع شد کنم ببینم همه هستین. اوکی. همه هستین دیگه. خب اینو براتون تا کجا شنیدین؟ یه تایش بکنم قطع شد داره بچه یکی بهم بگه تا کجا شنیدین؟ من والا تا جایی که یعنی اون لحظه که قطع شد رشته افکار منم پاره شد، داشتم گوش میدادم، داشتیم میگفتین این یه سری چیزای نارنجی گفتین که اینو وقتی که موو میکنیم میاریم میذارین جای این یهو قطع شد. نه خب بذار از اول من اون توضیح بدم. فکر کنم تبدیل اینچ و اینا رو میگفتین که اینچ و سانتی متر. اون نارنجی رو که توضیح دادم براتون، اون یه آلارمه که فقط شما ببینید که تاریخ ددلاینتون کیه. اگر چیزی رو من اینجا نارنجی میکنم یعنی میخوام چشتون ببینه اون رو. اون هیچ. بچه گفتم که سمت راست در واقع جدولتون یه سری چیزای عکسای کمکی براتون گذاشتم که اینا رو میتونید نگاه بکنید اگر سوالی براتون پیش اومد و هی نرید تو جدولای مختلف پیداش بکنید. همینجا کنار دستتون هست. اولین جدولی که اینجا هست، این تیکر رو دارم توضیح میدم. اولین جدولتون یه تبدیل این نه الان اسکرینتون شیر نشده اینجا. من یادم اومد؟ بله. بله. خب این جدولی که اینجا براتون گذاشتم این در واقع تبدیل اینچ و فیت به سانتی متره. گفتم که این برای این نیست که هی به سانتی متر بکشید. وقتی که اینا رو میبینید میخوام چشمتون عادت بکنه، چون ما ذهنمون سانتی متری شده، چشمتون عادت بکنه که بدونید مثلا الان 1 فیت تقریبا مثلا هولوش چقدره، اندازه مثلا با چه جسمی میشه مقایسهش، که اندازه طول موبایل. این وقتی که هی نگاش بکنید دستتون میاد. بعدن تو طراحی کردناتون، چون وقتی که شما طراحی میکنید با اون چیزایی که دور براتون هست مثل سرامیکی که الان رو کفه یا چیزی که رو دیواره، هی میشینید معمولا طراحا اینجوری مقایسه میکنن و یا مثلا با کف دستشون با انگشتشون. کلا یه چیزی من راجع به اینچ بهتون بگم بچه‌ها، اینچ و فیت با وجود تمام حالا مشکلاتی که داره خیلی نمیخوام راجع به این صحبت بکنم چون باید ما قبولش بکنیم یا داریم اینچ و فیت کار میکنیم. یه مقدار خیلی سنتیه، خیلی قدیمیه. مثلا دارم میگم تقریبا 1 اینچ اندازه یه بند انگشت بوده، چون اون موقع که مثلا قبلا متر نداشتن مثلا یه بند انگشتشون رو میکردن مثلا یه متر، میگفتن مثلا این نمیدونم قطعه مثلا 3 تا بند انگشته. تقریبا یه بند انگشتتون اولش 1 اینچه و فیت که اصلا از همون پا هم میاد، تقریبا میتونم بگم یه کف پا میشه 1 فیت. حالا اینو تو ذهنتون داشته باشید. این عدد کمک میکنه، عددی که اینجا براتون گذاشتم کمک میکنه که وقتی که مثلا میگن 8 اینچ بدونید تو هولوش چقدر دارید صحبت میکنید، یا میگن 12 اینچ که همون یه فیته بدونید مثلا هولوش چقدره. این دوتا جدول اول و دومتون راجع به همینه و حتی سومی. آره راجع به همینه. یه فایل اینجا براتون گذاشتم بچه‌ها یه مقدار با اسکیل مشکل داشتن، عکس که با کیفیتش هم براتون میفرستم که ما خب توی متریک اکسلای مثل 1/100 1/50 نمیدونم 1/250 هم چیزایی داشتیم 1:1. حالا میخوام ببینیم اینا رو تبدیل کنیم به اینچ، اینا چقدر میشه. این جدول بهتون کمک میکنه. تمام اینا رو دونه دونه گذاشته، همونطور که میبینید یه ذره بی‌کیفیته ولی بزرگش بکنید عکس کاملش رو میتونید ببینید. این فولدر هم برید ببینید عکس با کیفیتش توش هست. ولی باز اگر جای گیر کردین و تو اکسل بودید نمیخواد برید اینجا، همینو بزرگ کنید ببینیدش و این کمک بهتون میکنه که اکسل ها رو در واقع ببخشید فایل اتوکد با چه اکسل هایی با چه اسکیل هایی باید کار بکنید. این فایل ها براتون گذاشتم و از اینجا به بعدش دیگه
یه سری اصطلاحات نمیدونم مثلا کف چی بهش میگن، توکید کجاست دیگه، دراوراست، اصلا نحوه ساختار رو بهتون توضیح میده و انواع فیلرها رو بهتون توضیح میده. یه چیزایی براتون گذاشتم که اینجا میتونید برای فهم اون باکس سازی یا کابینت ها کمکتون میکنه. فایل اصلیش هم که گفتم بهتون میدم و اینو سعی میکنم هی براتون آپدیت بکنم. به غیر از این ما یه بخش هلپ دیگه هم تو کار براتون گذاشتم که حالا میریم جلوتر بهش میرسیم. یه شمای کلی از این اکسل بهتون توضیح بدم بچه‌ها. بالای بالا اون نوار بالای بالا همونطوری که بهتون گفتم LOD هاست. LOD ها رو توضیح دادم جلسه قبل. گفتم LOD مخفف level of development که دیتیل مقدار جزئیاتی که توی یک نقشه شما باید طراحی کنید رو مشخص میکنه که توی رویت و کارهای BIM بسیار این مهمه. یعنی چی؟ ما کلا 5-6 تا LOD داریم، 100 داریم، 300 داریم، 250 فکر کنم داریم، نمیدونم 400 داریم و 500. اینا هرچی بیشتر میشن، مثلا LOD 500 میگه آقا من جزئیات پیچم میخوام دیگه، برا من نمیتونی از این پیچ بگذری، باید همه اینا رو برای من طراحی کنی. LOD 100 میگه نه من فقط در حد مثلا فایل شاپ درا، در حدی که صفحاتو بدونم چیه، نمیدونم کارام چیه، اینا رو به من توضیح بدی بسمه. البته اینجا من منظورم این نیستا. LOD هایی که من اینجا براتون گذاشتم برای پر کردن این جدوله، برای این نیست که مقدار جزئیاتی تو کلا نقشه‌های شاپ درا بچه‌ها جزئیات LOD 500 هن. یعنی شما باید با جزئیات کامل بذارید، حالا نه در حد پیچ و اینا، ولی جزئیات کامل رو باید بذارید تو شاپ دراینگ، یعنی کار فاز 2 پس LOD 500. ولی برای پر کردن این جدول من چند تا چیز گذاشتم براتون که مثلا LOD 100ش میگه فقط اونایی که ستاره داره رو پر کنید. البته من اینا همه رو علامت گذاری نکردم، یه ذره زمان میبره، حالا آپدیت کردم بهتون میگم، فقط گفتم در جریان باشید. LOD 300 میگه که ستاره و هشتگ رو پر کن. LOD 500 میگه ستاره هشتگ و اون علامت هشتگ که اون بالا هست، حالا نمیدونم چی اسمش، اونو پر بکن. پس اگر مثلا بهتون میگم بچه این اکسل رو با LOD مثلا 100 پر بکنید، دیگه احتیاج نداره یه سری جزئیات رو تو این جدول بذارید که الان ما در حال حاضر فعلا تا زمانی که بهتون بگم با همین LOD 100 کار میکنیم، فقط اطلاعات کلی رو میخوایم از این اکسل بگیریم. ببینید بالای 60-70% اطلاعاتی که تو این جدول هست اطلاعات کمکی شماست. یعنی چی؟ یعنی اینکه به جایی که شما تا زمانی که شما به این اصطلاحات آشنا بشین، چون تو این اکسل وجود داره و هی هم سعی میکنم آپدیتش کنم درست بشه، وقتی که بهش رجوع میکنی دیگه نمیخواد بری هی تو گوگل سرچ بکنی نمیدونم فلان چی شد. این جدول کامل جلوت هست، میتونی بری نگاه بکنی. بیشتر جدول کمکیه. 30-40% از اینم کمک میکنه به طراحیتون، یعنی یک سری فایل براتون آماده میکنه که همینا رو کپی میکنید میذارید تو اتوکدتون و این سرعتتون رو به شدت میبره بالا و خطاتون هم کم میکنه، چون یک بار چک کردید. خلاصه خود پروسه نوشتن توی اتوکد، به خاطر اینکه کار اتوکد کار نوشتن نیست و متن خیلی سخت میتونید توش درست بکنید، این سرعتتون رو میگیره و همین باعث خطا میشه. اکسل این کارو براتون میکنه و فایل کپی میکنید خیلی راحت بدون خطا میذارید توی نقشه‌هاتون. چند تا بخش ما داریم تو این اکسل. یه پراجکت اینفورمیشنه که در واقع اطلاعات کلی پروژه است که از بخش آفیشیال در واقع اینجا که ما طراحی میکنیم اینجا خودش اتوماتیک پر میشه. یه بخشش پر میشه، یه بخشش هم باید توسط شما پر بشه، ولی بالای 90% این اطلاعات همونطور که میبینید خاکستریه و بیشتر میخواد بهتون بگه آقا این پروژه اصلا چی هست، تاریخاش کیه، مسئولین پروژه کیه. حالا اینا رو میریم دونه دونه آیتم بریم جلوتر بهش میرسیم. حتما هم بچه‌ها اکسل رو چک کنین، خطایی غلطی چیزی داشت حتما بهم بگین، چون اینقدر این فایل سنگین بود و فرمول بندی شد من خیلی چیزا رو اصلا شاید هم از دست دادم و بعد اینا هی آپدیت کنیم درست بشه. بخش پراجکت اینفورمیشن پس یک بخش کلی که داره اطلاعات به پروژه بهتون میده، حتی قیمت‌های پروژه هم اینجا براتون میذاره. یعنی شما با این عددهایی که اینجا هست حدود قیمت، حالا فعلا ما آپدیت نداریم تا زمانی که قیمت گذاری بشه، میتونید قیمت این پروژه، ارزش کاری هم که دارید انجام میدین رو این تو ببینید.
با اون چیزی که سهم شما میشه در واقع از این پروژه. بخش دوم بخش جنرال هست که نوشتم اینجا قبل از طراحی. یعنی چی؟ یعنی شما قبل از اینکه کارو طراحی بکنید باید این بخشا رو پر بکنید. چرا باید این کار بکنید؟ برای اینکه این داستان همون جنرال نوت هست ولی یه مقدار پیشرفته ترش کردم براتون. یه سری خطا بعدن اگر اینا رو الان اگر درست پر بکنید بعدن جلوی یه سری خطاهای بزرگتون رو میگیره و احتمال خطاهاتون رو حداقل میتونم بگم بالای 80% تا 90% کاهش میده که میرسیم دونه دونه بهش که اینا چیه. پس این حتما قبل از طراحی باید پر بشه این جدولتون که قرمزاش هم مشخصه. اونایی که گفتم خاکستری احتیاج به پر کردن نداره، قرمزاش باید پر بشه. این همون کاری هست که شما میرفتی جنرال نوتا رو میخوندی، مجبور بودی یه جا یادداشتش کنی، دونه دونه کپی بکنی. اینجا یه بار فایل پی دی اف رو برمی‌داری، هر چی جنرال نوت هست اونا که به درد می‌خوره کپی می‌کنی میندازی تو اکسلت و این دیگه خودش یه متن کامل بهت میده. یه سری چیزاش هم محاسباتیه، حالا بهتون میگم چیه. پس این باید قبل از پروژه انجام بشه. بخش بعدی چک لیست فایلاتونه. ببینید ما یه سری فایل برای این پروژه میخوایم، مثل جنرال نوتاست، کی نوتاست، لیستاست، نمیدونم هر چی، نقشای 3 بعدی 2 بعدی، هر کدوم از اینا که تکمیل شد شما این رو توی بخش زردش چکشو میزنید. به غیر از این اون جلو هم هست که حالا ما بهتون میگیم، میریم جلوتر دونه دونه بهتون میگم چیه. ولی گفتم بهتون هر چی زرده بچه باید تیک بخوره، یا باید تکلیفش معلوم بشه، یا قرمزه یا سبزه، یعنی حد وسط نداره. قرمز اگر کاری رو انجام ندادید حتما قرمزشو بذارید، چون قرمزه وقتی که شما اینو باز میکنید میبینید اون قرمزه اینقدر مشخصه، میبینید که من این بخشو انجام ندادم، بعد برمیگردید اصلاحش میکنید. یعنی بیشتر کمکتون میکنه که کدوم بخشا الان مونده، کدوم بخشا رو باید انجام بدید. یه حالت برنامه‌ریزی هم براتون داره. بخش بعدی هلپه که این یه سری اطلاعات مفیدی رو من اینجا براتون گذاشتم که هی هم کامل میشه. حالا میریم جلو بهتون میگم این چیه. هی سعی میکنم کاملش بکنم، یه سری چیزاش کپی شده همینجوری باید کامل بشه و اینو هی سعی میکنم تو هر پروژه که رسیدیم اطلاعاتی که به دردمون میخوره رو اینجا بذاریم. اگر خودتونم میبینید اطلاعاتی مثلا ما هی داریم تکرار میشه تو پروژه بگید من اینجا اضافهش کنم اگر من یادم رفت. بخش بعدی هم بخش دیگه، اینجا دیگه بخش فنیه که این خیلی کمکتون میکنه توی بخش طراحی کردنتون. این بخش رو میذاریم برای آخر سر، میریم از بالا شروع میکنیم به توضیح این فایل اکسل. من اینو بزرگش کنم. خب بخش اول که همونطوری که بهتون گفتم بخش Project Information. دوباره ما تو هر بخشی، تو هر کدوم از این بین این دوتا سفیدا یه چند تا سرفصل داریم که این سرفصل رو بهتون کمک میکنه که زیر مجموعهاشو میتونید جلوش ببینید که با خط سبز پررنگی دوباره اینم نازکه جدا شده. یعنی هر کدوم بخشای مختلف. بخش اول که اسم پروژه است که از آفیشیال وقتی پر بشه اینجا هم سریال پروژه هم این اسمی که باید رو فولدر بذارید اینه که نوشته مین فولدر. همینو کپی یعنی اونو براتون میسازه. همینو یه کلیک روش بکنید، یه دونه کلیک ها، دوتا نه، یه دونه کلیک روش بکنید، یه کنترل سی کنترل وی بزنید اونجا کپی میشه براتون. بخش بعدی دپارتمان پروژه است که اینا همه از اونجا پر میشه، احتیاج به اینا ندارید. بخش بعدی مسئولین پروژه هست که همه اینها رو این بر اساس آفیشیال بهتون توضیح میده که شما بفهمید با کیا در ارتباطید، از کیا باید سوال بکنید، به کی باید کار تحویل بدید، همه اینا رو براتون توضیح میده. بخش سفید رنگش هم که اینجاست کامپوننت، اون کاری که شما باید انجام، یعنی اسم شما میاد اینجا. وقتی که شما این کار رو انجام میدید اسم شما میاد اینجا که این رو هم در واقع از اون نقشه آفیشیال گرفته میشه. وقتی شما اسمتون اینجا میبینید یعنی مسئول این کار شمایید، مسئول این شیت شمایید. بخش بعدیش بخش دیت هاست که در واقع تاریخ های پروژه، مثل شروع پروژه، پایان پروژه، همه اینا رو بهتون توضیح میده. و چیزی که خیلی برای شما مهمه اون بخش هست که من براتون نارنجی کردم، شما باید رو این تایم کار رو تحویل بدید. اولیش تاریخ تحویلتونه، دومیش هم تعداد روزی که فرصت دارید این کار رو انجام بدید. و
آها بچه‌ها، این الان من تو فایل 2.0 دارم توضیح میدم. 2.0 یعنی کل پروژه است. خب یعنی ما هنوز تو کامپوننت نرفتیم. ببینید اینجا ما یه فایل 2.0 داریم، یه فایل 0.1 داریم. 0.1 دونه دونه کامپوننت هاست، پس 2.0 کل پروژه است. یعنی چی؟ یعنی این تاریخی که من اینجا میذارم مال کل پروژه است. اینو اشتباه نکنید با اون تاریخ کامپوننت هاتون. و بخش بعدی قیمت پروژه است. اینم قیمت کل. توی فایل‌های ریز دیگه ریز به ریز اون کامپوننت ها رو میگه که مثلا اینقدر قیمته. اینم یه فرمول پیچیده اونجا من تو مالی براش درست کردم که بر اساس تایم بندی خودش میاد قیمت گذاری میکنه که این مثلا کامپوننت چقدر تایم میبره، این کامپوننت چقدر بزرگه، این کامپوننت چقدر سخته و بر اساس اون قیمت گذاری میکنه. و بخش بعدی ادیت هیستوریه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر فایل بالاخره شما این فایل ها یه سری تغییرات داره. حالا میتونین تغییر توی 3 روز اتفاق بیفته، میتونه 6 ماه بعد کارفرما از ما بخواد تغییرش بدیم. تمام اتفاقاتی که برای اون تغییر هست، این درخواست تغییر تاریخش کی بوده، توسط چه کسی این درخواست داده شده، همه اینها رو اینجا پر میکنید. یه سری چیزا رو من دیگه توضیح نمیدم، بعدا خودتون برید نگاه بکنید دیگه، اینا مشخصن. و هر کدوم هم که انجام شد تیکش رو اینجا بزنید. این بخش پراجکت اینفورمیشنمونه. بخش بعدی بخش جنراله که این بخش خیلی مهمه. یعنی شما با این بخش تازه میفهمید کل پروژه اصلا یعنی چی، اصلا قرار چه کاری انجام بدید. بخش جنرالتون دوباره یه سری تیتر داره. بخش اول نیمه. ببینید تمام چیزهایی که اینجا هست اگه نگاه بکنید اکثرشون قرمزن. یعنی چی؟ یعنی این دیگه چیزی ساخته نشده، این باید برید از اون نقشه‌هایی که براتون فرستادن در بیارید. اینجا تو این بخش میگه که کامپوننت نیم چند تا اصلا چیز دارید، چند تا از این کامپوننت ها دارین. مثلا میگن 12. اسم این پروژه چیه؟ اسم اون منظورم چیزایی هست که تو نقشه گذاشتید. اینا دیگه خودتون اسم گذاری میکنید. یه بخشی از اینا رو دیگه خودتون اسم گذاری میکنید. شماره مثلا کار ارجاعیش چنده، نوع پروژه چیه، اینا بعضیاشون هم بچه‌ها نگاه کنید اینجا بزنید. من این سری تقسیم بندی ها اینجا براتون گذاشتم. یعنی شما از همینا انتخاب میکنید، نمیخواد برید تایپش بکنید. یه سری چیزاش فرمول شده، انتخابش میکنید و مثلا این کار کابینته، این کار نمیدونم نوع همش مثلا یه بخشی از میل ورکه. اگر تو کامپوننت خورد باشید مثلا میزنید میزه، نمیدونم کانتره، هر کدومی هم که نبود به من بگید من تو لیست اضافه بکنم، چون این باید آروم آروم تکمیلش بکنیم. من هرچی فعلا یه چیز کلی گذاشتم اینطور. و گریدش که کاستوم یا پریمیوم کدومی که از ایناست، اینها رو اینجا پر میکنید. تو بخش بعدی یه دونه خودش اتوماتیک براتون یه اسم میذاره که این اسمو میذارید رو کامپوننتتون. تو اون فولدری که بهتون گفتم که تو فولدرم براتون توضیح دادم، این اسمو کپی میکنید میذارید اونجا. این اسم فولدر اصلی نیست، حواستون باشه، اون اسم کامپوننته. بخش بعدی مین آدرس هست. یعنی چی؟ یعنی شما یک سری آدرس کلی دارید. مثلا این کامپوننت میز تو صفحه چند از نقشه اصلیه. اگر یادتون باشه شما تو نقشه DWG باید اینا رو اشاره میکردید. یعنی مثلا میگفتید نمیدونم ML مثلا 2، بعد میذارید از صفحه چند تا صفحه چنده، برای اینکه اگر بخواید مثلا این رو تو اون فایل PDF پیدا بکنید سریع اون شماره صفحهشو بزنید برید اون رو پیدا بکنید. این آدرس اون نقشه هاست که این نقشه ها اصلا کجا هستن. من خیلی رو اینا توضیح ندادم چون خیلی مشخصه. بعد هر جا گیر کردین بعداً دوباره تو جلسه بعدی ازم میپرسین، من دونه دونه آیتم بندی ها رو بهتون توضیح میدم. اینا تقریبا تو همه چیزش مشخصه. و بخش بعدی که خیلی بخش مهمیه نوشته سامری جنرال نوت، خلاصه در واقع جنرال نوته. یعنی شما چون تو بخش 2.0 هستید، اولا نگاه کنید بچه جنرال نوت تو کل نقشه ها تو تمام کامپوننت ها یکیه، ثابت، چون اصلا اسمش روشه دیگه جنرال، یعنی این برای همه نقشه هاست. شما وقتی تو شیت اول پر میکنید، من تو شیت های بعدی دیگه اینو کپی کردم، یعنی اتوماتیک خودش پر میشه. فقط بخش جنرال نوت ها، تو بخش بعدی نه. این جنرال نوت خلاصه جنرال نوت ها رو اینجا میزنید و یه دسته بندی کلی هم براتون گذاشتم. میاد چیکار میکنه؟ میگه جنرال نوتی که کلیه رو شما اینجا کپی میکنید یا حالا تایپش میکنید، هر کاری که میکنید تکست رو پر میکنید
متریال، اگر متریال خاصی تو این کل نقش‌ها اشاره کرده همه رو اینجا تایپ میکنید. ضخامت‌های خاصی اگر اشاره کرده اینجا میزنید. اگر روش خاصی رو برای اجراتون گذاشته اینجا میزنید. یراقالاتی که بهتون پیشنهاد داده رو اینجا میزنید و 3 تا آیتم بازم براتون گذاشتم که این 3 تا آیتم اگر دسته‌بندی خاصی احتیاج داشتید اینا رو خودتون اتوماتیک پر بکنید و بعداً حالا تو جلو میرید که به یه لیست کامل بهتون میده. این پس 3 تای آخر 3 تا آزاده، اگر چیز خاصی دیدید دسته‌بندی میتونید بذارید، میتونید هم نذارید. این پس مال جنرال نوت. ما دیگه نمیریم جنرال نوت رو کاغذ بنویسیم و تو اتوکد بذاریم. اینجا یه بار پرش میکنیم، از روی نقشه رو میخونیم، اینجا رو پر میکنیم، اتوماتیک اون یه لیست کامل و نوشته کامل بهتون میده. بخش بعدی بخش کینوت هاست. کینوت ببینید تفاوتش اینه که جنرال نوت تو صفحه اول معمولا و کلیه، کینوت دیگه مربوط به هر نقشه خاصه که باید بگردید تو نقشه ها بخونید. کینوت ها رو که میخونید از 1 تا 12 براتون شماره بندی کردیم. 12 تا کینوت میتونید داشته باشید. اگر هم دیدید مثلا کم میاد یه شماره رو 2 تا کینوت بنویسید، اشکال نداره. بعد فقط حواستون باشه تو یه صفحه اگر هستن، اگر صفحه جدا میشه تو صفحه دیگه توی شماره دیگه بنویسید. هر بخش از کینوت هم یه دونه عدد داره که جلو شروع میکنید تایپ کردن، یعنی همون انتخاب میکنید و جلو شروع میکنید تایپ کردن. سعی کنید عدد باشه، عدد رو خراب نکنید، میفهمید برای چی جلوتر. پیج نامبره که توی اون شیت پی دی افی که در میارید چیه، و اگر کینوت نامبر داره یعنی اونجا مثلا نوشته کینوت مثلا تو نقشه اصلیتون کینوت مثلا 12، اینجا اینا رو بنویسید و شماره صفحه‌ای هم که کینوت رو دارید پیدا میکنید هم اینجا مینویسید. این کارا رو همه رو باید قبلا انجام میدادین دیگه، یعنی این پروسه یک بار انجام دادین، فقط با این تفاوت تو اتوکد مینوشین، الان اینجا مینویسید و میبینید الان چه اتفاق باحال اینجا جلو میفته. و مرحله بعد اگر که وسیله خاصی، یخچالی، نمیدونم یراق خاصی، چیزی احتیاج اونجا داره اشاره میکنه، تمام این در واقع وسایل رو شما اینجا از شماره 1 تا 6 براتون گذاشتم. معمولا توی یه دونه کامپوننت بیشتر از مثلا دیگه 5-6 تا دیگه نداریم دیگه، اگر داشتیم دیگه باید حالا یا زیادش بکنیم یا اینکه 2 تا یکیش بکنیم، ولی معمولا نداریم بچه‌ها. و توی این بحث جنرال هم شما معمولا اپلاینس ها رو نمی نویسید، میرید توی هر کامپوننت جدا جدا می نویسید. من اینجا گذاشتمش برای اینکه چون من اینو کپی کردم. پس اگر اپلاینس خاصی داشتید اینجا می نویسیدش. ستون بعدیش بخش اون سریال نامبری هستی که میذاشتید میرفتید تو گوگل سرچ میکردید مشخصاتش رو پیدا میکردید که من اونا رو توضیح میدن تو کینوتاشون. اینجا سریال نامبرها رو مینویسید و مشخصات فنی که به دردتون میخوره اگر مشخصات فنی داشتید. و شما برای اینکه اون سریال نامبر رو بخواید پیدا کنید باید اینو تو گوگل سرچ کنید دیگه. میرید توی سایتی که معمولا ما اینجا ریشلو استفاده میکنیم، سرچش که کردید بچه‌ها لینک اون سرچ رو اینجا کپی بکنید، بعداً بسیار به دردتون میخوره. خیلی دیگه نمیخواد برید این کپی بکنید سریال رو ببرید توی نمیدونم گوگل سرچ بکنید و مشخصات رو پیدا بکنید، چون اینجا اکسل وقتی لینک رو یه بار کپی میکنید، لینک اون سرچی که کردین رو اینجا میذارید، یه دونه روش بزنید صاف میره تو اون محصوله و به همه مشخصات محصول دسترسی دارید. بعداً برای طراحی خیلی به اینا احتیاج دارید. یه سری اطلاعات کلیش هم که اینجا یادداشت میکنید که دم دستتون باشه دیگه، هی نخواهید برید توی گوگل سرچ بکنید. یه بخش خیلی مهمی اینجا داریم که من گذاشتم 3D کیوب اریا. این 3D کیوب چیه؟ یک مکعب رو در نظر بگیرین که این مکعب دور اون جسمی که شما دارید میخواید طراحیش بکنید محاط شده، چسبیده، یعنی آخرین نقطه‌ای که شما مثلا دارم یه باکس کابینت هست، بالا پایین چپ و راست و گپ ها از اینا حذف میشن. یعنی گپ جزء این نیست. اگر شما از دیوار میخواید مثلا 1 سانت فاصله بگیرید، از سمت راست میخواید 1 سانت، اون جزءش نیست. چیزی که دور محیطتون هست این رو
ببین من چند تا بخش مثلا 5 تا بخش گذاشتم که اگر ال بود مثلا یه چیز ال شکلی بود شما یه بخشش رو بگیرید یه بخشش هم جدا بکنید مثلا تبدیل به چند تا چیز مستطیل بشه که بتونید کیوب در بیارید. به چه دردی میخوره این بچه‌ها خطای ترسیمتون رو به صفر میرسونه. یعنی شما الان میخواید برید توی نقشه شروع بکنید به طراحی کردن، قاعدتا از یه کنجی باید شروع بکنید یه چیزی رو به کشیدن دیگه. وقتی که اینو داشته باشید یه خط این بر میذارید یه خط اون بر میذارید بر اساس سایزها و توی این شروع میکنید طراحی کردن دیگه. از این محدوده میدونید که بیشتر اگر تو طراحیتون از سمت چپ شروع کردید رفتین جلو و بیشتر شد بدونید خطای طراحی دارید. این علاوه بر اینکه خطای طراحیتون رو میگیره یه حجم کلی هم بهتون میده که بعداً برای استیمیت کردن و برآورد برای ما خیلی خوبه و به خودتون هم برای طراحی خیلی کمک میکنه. اینو اصلا دست کم نگیرید این بخش رو. بخش دومش هم گپ هاست که گپ هایی که دیزاینر براتون مشخص کرده. نکته این داستان اینه که اگر هم گپی برای دیزاینر براتون مشخص کرده شما اینجا یادداشتش میکنید، ولی چیزی که اینجا داره محاسبه میکنه این خط پایینی است، یعنی اون قرمز است و این رو اگر با گپ دیزاینر یکی هست باید دوباره یادداشتش کنید. محاسبه رو این خط قرمز است، اون رو فقط یادداشت میکنید که دستتون باشه. اگر دیزاینر گپ نداشت که با همون گپ‌های استاندارد خودمون کار میکنیم، یعنی اگر چیزی رو نقشه مشخص نکرده بود ما با گپ استاندارد خودمون کار میکنیم. و این بخش آخرم که خودش دیگه شروع میکنه محاسبه کردن، یعنی گپو با اون 3D کیوبتون میاد محاسبه میکنه یه حجم کلی به ما میده که حجمی که ما داریم کار میکنیم اینقدر متر مکعبه و من بعدا برای برنامه‌ریزی و استیمیت از این خیلی استفاده میکنم. خب همه این کارا رو که انجام دادید بچه‌ها اینجا یه فاینال تکست خودش اتوماتیک براتون درست میکنه. بخش بالاش اینا برای فرمول بندی با این بخش کاری ندارید. شما همینطوری که اینجا دارید میبینید یک فاینال تکست اتوماتیک حرفه‌ای براتون درست کرده، توش اسپیس ها تعریف شده، خطوط تعریف شده، نقطه اینا حالا نقطه رو توی تایپ برات بذارید، ولی همه اینا رو با فاصله به این فرمول اصلا دست نزنید. کامل فرمول بندی شده بر اساس یک فرمتی. این همه اون اطلاعاتی که شما اونجا یادداشت کردین و اینجا براتون جمع میکنه، کپیش میکنید، همین رو میبرید توی فایل DWG تون میذارید. این کار سرعتتون رو ضرب در 2 میکنه و از همه مهمتر خطای کارتون هم 0 میکنه. این کار پس تمام اون زحمتایی که بالا کشیدید نتیجهش میشه این بچه‌ها. اینو کپی میکنید میذارید تو فایل اتوکدتون. تازه از اینجا به بعد میتونید کار طراحیتون رو شروع کنید. بخش چک لیست هم که مشخصه، فقط توضیحی که اینجا باید براتون بدم اینه که یه دونش رو اصلا با هم میریم جلو. یه بخش نوت داریم، طراحی ها رو داریم، 3D مدلینگ ها رو داریم، CNC ها رو داریم، کامنت ها رو داریم و استیمیت که حالا فعلا با استیمیت کاری نداریم. کلا یه بخش هر کدوم از اینا رو انجام دادید تیک سمت چپش رو میزنید، سبز میکنید. این جنرال نوت چند تا شیت داشته، یه دونه شیت داره، 2 تا شیت داره، اینا رو مشخص میکنید و چه نوع فایلی داره. چند مدل فایل اینجا براتون گذاشتم. اگر DWG داره اینو انتخاب بکنید، دوباره اینجا تیک داره، تیکشو میزنید، یه دونه DWG داره مثلا، یه دونه PDF داره، یه دونه JPEG داره. یک فهرست کلی از کارهایی که باید انجام بدید رو جلوتون میذاره و هر کدوم از اینا قرمز بود یعنی متوجه میشین که انجام نشده. پس توی نظم و ترتیب دادن به کارتون این بخش خیلی مهمه. میدونید که چیا انجام شده، چیا انجام نشده، کی باید انجامش بدید. بخش بعدی هلپه که اینها بچه‌ها استانداردهایی هستن که ما زیاد استفاده میکنیم ولی اولویت جنرال نوت. تو توضیحاتش هم براتون گذاشتم. اگر جنرال نوت عددی داره اینا دیگه کار نمیکنن، حواستون باشه. اینا فقط دم دستتونن برای اینکه یه سری اطلاعات پایه رو براتون بذارن. یه سری واحده ها رو براتون اینجا گذاشتم مثل تبدیل اینچ به سانتی متر، همه اینا رو براتون گذاشتم اینجا. سایز کیک ها چقدره، معمولا عمق کیک ها از کجا حساب میشه. بعد گپ ها رو اینجا براتون گذاشتم، گپ در چقدره، گپ درابرا چقدره و یه سری چیزا اینجا براتون مشخص کردم. هی هم اینو تکمیلش میکنم. از اینجا به بعدش هنوز فقط یه فایل آماده است، هنوز تکمیل نشده. پایین بچه‌ها یه سری اطلاعات خیلی خوب براتون گذاشتم از سایز شیت ها، نوع شیت ها رو براتون مشخص کردم. ما چه مدل ورق هایی داریم و اینها با چه سایز هایی در واقع هستن. 4x8 یعنی چند در چند.
بعد به سانتی متر هم براتون گذاشتم، ولی حواستون باشه اینجا سانتی متر این دقیق نیست چون اینجا تو اینچو روند میکنن، سانتی متر این عوض میشه. حواستون فقط گذاشتم بدونید که تو ایران ما با چه ورقی داریم هلوش چه ورقی داشتیم کار میکردیم و اینجا این تقریبا تو همون مایه است. خیلی رو عدد سانتی مترش نگاه نکنید، فقط اینجا آماده گذاشتم براتون. اینا هم که قرمز کردم معمولا سایزهای پرکاربرده، نوشتم یوزفول، سایزهای پرکاربرد که خیلی با اینا کار دارید، ولی بقیه شیت‌ها هم براتون گذاشتم که اینا هست توی بازار. یه سری زخامت ورقا رو براتون اینجا گذاشتم، 3/8 نمیدونم 1/8 1/2 اینا زخامت پرکاربرده. سمت راست اینا بچه‌ها یه سری اصطلاحاتی که شما وقتی که دارید کار میکنید زیاد میشنوید و الان تا الان هم مشکل داشتید. مثلا من خودم البته بگم، بچه‌ها مثلا اینجا بهم میگفتن 7 اینچ، من چون ذهنم فارسیه هنوز فکر می‌کردم میگن 7 اینچ یعنی 7. بعد 7 یعنی خب نصف دیگه. این اصطلاح این چون ما تو مکالمه داریم استفاده میکنیم و فارسی هم بعضی وقتا قاطیش میشه، این اصطلاحات رو حفظ کنید و اینجا کامل مشخصه وقتی هر کدوم از اینا رو میگن یعنی چی. کامل اینو براتون اینجا یادداشت کردم، اینو بخونید قشنگ دستتون میاد و حفظ میشید دیگه. و بخش بعدی بخش فنی مونه. این در حال حاضر در حد چک لیسته، فقط بهتون کمک میکنه که یک سازه میلورک چه بخش هایی داره، بعداً برای آهنم آپدیت میکنم براتون. و وقتی که همینا رو دونه دونه نگاه میکنید کلا یه استراکچر رو میتونید چک بکنید با چیزی که الان موجود هست. همونطوری که قبلا بهتون گفتم من کلا کارهای میلورک رو به 3 بخش تقسیم کردم. 3 بخش، یکیش بچه‌ها باکس استوریج. یعنی یه چی؟ یعنی باکسی که ما میسازیم برای اینکه از فضای داخلش به عنوان انبار استفاده کنیم. هر چیزی که تو این پکیج دارید کار میکنید من بردمش اسمشو گذاشتم باکس استوریج. یعنی چی؟ یعنی بالاخره یه شلفی داره، کابینت ها کامل جزو این بخشن، کمد ها جزو این بخشن. یعنی شما یک استراکچری داره درست میکنید که از فضای داخلش استفاده کنید. پس یک سری المان‌های خاص خودش رو داره، یه سری یراق‌های خاص خودش، طراحی خاص خودش رو داره. دسته‌بندیامون رو اینجوری انجام دادیم. بخش بعدیتون یعنی ما بخش اول اون باکس استوریج، بخش دوم باکس دکوراتیوه. یعنی چی؟ یعنی ما یک بخشی رو داریم، یه باکسی رو داریم درست میکنیم که از این باکس با داخلش خیلی کاری ندارم، همه این زحمت رو دارم میکشم که یک نمایی، یک فرمی، یک چیز سه‌بعدی، یک در واقع یه چیز دکوراتیوی رو نشون بدم یا بتونم رو اون نصبش بکنم. پس هدف داخلش نیست. پس اگر باکس استوریج داشتین تو اون تمرین اولتون همین رو بهتون توضیح دادم، کجاها باکس استوریج، کجا باکس دکوراتیو و کجا باکس اکسپوز. و بخش سومش هم که همونطوری که گفتم اکسپوز استراکچره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون چیزی که من دارم میسازم، حالا یک فرم خاصیه، خود اون و سازه اون به عنوان چیز نمایشی استفاده میشه. قرار نیست بعدن چیزی روش بیاد، قرار نیست مخفیش بکنم. پس دیتیلش فرق میکنه، کیفیت ساختش فرق میکنه، متریالاش فرق میکنن و خود اون به عنوان اکسپوز دیگه. سازه های اکسپوز بچه‌ها دیگه میدونید سازهای اکسپوز سازهایی هستن که از خود اون به عنوان نمای دکوراتیو استفاده میشه و هر کدومشون چیزای خاص خودشون دارن، بخشای خاص خود. حتی یه سری از این بخشا رو من کپی کردم از هم دیگه، ولی هی آپدیت میشه. یعنی به هر پروژه‌ای که میریم جلو من اینو هی براتون آپدیت میکنم، بخش بندیاش درست‌تر میشه و محاسباتش هم دقیق‌تر میشه. خب باکس استوریج رو الان براتون فقط توضیح میدم چون بقیه‌اش تقریبا مثل همونه. ببینید ما تو هر باکسی یه بخشی از اطلاعات هویتی داریم که مثلا میگم وقتی من یک کابینتی رو دارم، این کابینت مثلا 8 تا باکس داره. این 8 تا رو من اینجا اسم‌گذاری میکنم، نوعش رو میزنم، مثلا یک کابینت هم هواییه، یک کابینت هم نمیدونم پنتریه یا تاله به اصطلاح، یا یک کابینت هم بیسه، هر چیزی که دارید اینجا دسته بندی میکنید و یه اسم کلی برای اون میذارید.
در هر صورت بچه‌ها نگاه کن، شما باید اسم گذاری بکنید. حالا یا این اسم میره از اون نقشای خود اصلی برمی‌دارید، یا اگر نداشت اسم گذاری میکنید دیگه. ما باید یه هویتی به یک قطعاتمون بدیم و این هویت لول بندی داره. مثلا اول کل اون باکس رو انتخاب میکنیم، بعد هر قطعه رو میایم اسم گذاری میکنیم. این نقشای اینستالیشن اصلا بدون هویت قابل ساخت نیستن. مثلا میگم شما یه کار آیکیا رو میرید میخرید، 100 تا قطعه داره. اگر این نقشه دونه دونه به اینا هویت نده، شما نمیدونید این پیچ مال کدومه، کدومو بعد کدوم بردارید. پس اینجا این کمک میکنه یه اسم گذاری دقیق براش بکنید. و بخش بعدی، بخش دو تا، کلا ما 3 تا بخش داریم تو هر کدوم از اینا. یه بخش اطلاعات هویتیشه، یه بخش سازه است و یک بخش فینیشینگ که هر کدومش دوباره بخشای مختلف داره. تو بخش سازه من اومدم مثلا برای استوریجا یه بیس کابینت در نظر گرفتم، یه وال کابینت در نظر گرفتم، یه دونه پنتری یا تال کابینت در نظر گرفتم. هر کدوم از اینا معمولا یه سری قطعاتشون خب بین هم مشترکه، یه سری قطعات هم اضافه دارن و اینا رو هی براتون تکمیل میکنم. هرچی که پروژه به ذهنم رسید هی تکمیل میکنم که این لیست کامل جلوتون باشه. بعد تو بخش استراکچر یه دراور ما داریم، استراکچر دراور داریم، یک بکینگ ها رو داریم اینجا، یک شلف داریم و مشخصاتی که مربوط به هر کدوم از اینا جلوش هست. تو بخش فینیشینگ بخش های در رو داریم که در واقع درها منظورم چیزایی که باز و بست میشن، حالا چه به صورت مثلا جلو، چه رو به بالا و چه مثل درایی که رو دراورها میان، اونها هم جزو در حساب میشن. گیبل ها یا اسکین پنل، ببینید کلا ما به ورق بغل میگیم گیبل، حتی تو سازه اینجا با اون قاطیش نکنید. کلا هر ورقی که به بغل میاد میشه سازه. اینجا نمای اصلیه، نماهای اصلی، منظور از گیبل یا اسکین پنلی که من اینجا گذاشتم همون نمای اصلیه و هر چیزی که با من نما میخوایم استفاده بکنیم که تا الان بهش برخورد کردیم، مثلا مثل سمت‌های یخچال یا جایی که دیگه در واقع تموم میشه پروژه و باید یه ورقی اونجا بذاریم که پیچامون رو نمیدونم اون نرای کارمون دیده نشه. بخش فیلراست که میاد اون فضای خالیای و گپ ها رو پر میکنه. انواع فیلرها رو اینجا براتون گذاشتم و اینم تکمیل میکنم براتون. چیزهای دکوراتیو مثل اگر شلف خاصی داشته باشه، شلف البته اینجا من چیز براش گذاشتم، ولی اگر شلف خاصی هم اینجا داشته باشه میره تو این بخش. و فیس فریم که فیس فریم توی این نقشه‌هایی که سمت اینجا براتون گذاشتم فیس فریم رو بهتون گذاشتم. فیس فریم ما خیلی کم اینجا استفاده می‌کنیم، خیلی کار کلاسیک خیلی قدیمیه، ولی گذاشتم حالا محض احتیاط کنار دستتون باشه. ببخشید بچه، اینجا 4 تا بخش بود. یه بخش هم اپلاینسز و فیتینگ هاست، یعنی یراقالات و وسایلی که توی پروژه استفاده میشه که اینها رو اینجا لیست میکنید کامل. و فیتینگ ها هم من یک لیست کامل براتون در میارم. الان فقط چیزایی که به ذهنم رسید و حالا توی این چند تا پروژه به هم بهش برخوردیم گذاشتم براتون، ولی 2 تا ستونم براش گذاشتم که حالا کم نیاد. ولی هر چیزی که اضافه شد، چون شما تو سایت ریشلو برید، مثلا میخوام به فیتینگ آشنا میشین، تو سایت ریشلو برید نزدیک نمیدونم n میلیون تا فیتینگ، همه رو ما نمیتونیم اینجا بذاریم، ولی اونایی که پر کار برده رو سعی میکنم براتون بذارم که دم دستتون باشه. هر کدوم از اینا رو بچه‌ها تو هر بخشی میخواین کار بکنید، وقتی که اینا رو نگاه میکنید، بخشاشو میبینید، دیگه چیزی میس نمیشه یادتون بره بگید که مثلا الان من این استراکچر پایینم چی بود، دیوارم چی بود. اینها همه چیز سعی کردم آپشناش اینجا براتون بذارم و اینو هی با هم آپدیتش میکنیم. یه بخش مهمی هم که اینجا هست که حالا فعلا باهاش کار نداریم بچه‌ها، وقتی که شما نقشه‌های کات پلنتون رو آماده می‌کنید و بعداً برای شیت بندی های کات پلن شما اینو در نظر بگیرید. وقتی کات پلن انجام میشه باید یه دسته‌بندی براش بذارید که وقتی اینا زیر CNC میرن قطعات برش میخورن ما بتونیم اینا رو پیدا بکنیم. یعنی شماره‌ای باید داشته باشه، یک اطلاعاتی باید روش داشته باشه و بدونیم اینا مال درن، مال استراکچرن، مال کدوم متریالن. یعنی یه دسته‌بندی مشخصی ما از کات پلن ها باید داشته باشیم که ما هنوز کات پلن رو خیلی حرفه‌ای در حد خلاصه کردن رفتیم. کات پلن رو بعداً به صورت تخصصی بهش وارد میشیم.
این اطلاعات رو وقتی اینجا پر میکنید تقریبا میتونم بگم تمام متریالاتون اینجا میاد و شما قیمت نهایی پروژه رو خیلی راحت میتونید بدون کار اضافه ای از اینجا در بیارید و تقریبا بخش استیمیت اینجا حذف میشه اصلا، به شرطی که این اطلاعات کامل و دقیق پر بشه که میریم جلوتر. فقط من اینجا آپشنش رو گذاشتم، فعلا وارد اینا نمیشیم که کار پیچیده بشه و مرحله به مرحله میریم جلو. کاری هم که میخوام بکنید اینه که همین پروژه قبلی که داشتیم رو بیاید و وارد بشین توش و این اطلاعات رو، البته این پروژه قبلی رو بزنیم کنار، من فردا با مهری خانم هماهنگ میکنم یه فایل جدید براتون بذاره، بزنیم اون تکراری از بین بره، یه فایل جدید براتون بذاره. این پروژه جدید رو یک بار تو این فایل اکسل از اول طبق همین اصولی که گفتم بریم جلو که ما خطاهایی هم که تو این اکسل داریم در بیاد، با همین اکسل رو تکمیلش بکنیم و تو مرحله بعدم این همین پروژه جدید رو ما تکمیل میکنیم، یعنی کامل نقشه‌هاشو میکشیم. خودم هم همزمان سعی میکنم باهاتون بکشم و یک بار در واقع این پروسه اکسل و برنامه‌ریزیش رو با هم میبریم جلو. سوالی چیزی دارید بچه‌ها بگید که کلی سوال دارین. البته ببخشید من قسمت گپ رو متوجه نشدم، یه بار دیگه اگه لطف کنید. گپ بالا این بله. ببینید بچه‌ها، شما یه دونه کابینت رو فقط زمینی رو در نظر بگیرید، یه کابینت زمینی رو عکس بتونش اینجا مثلا من بذارم اصلا فولدرش رو بیارم که دیگه این یه چیز ساده‌ای که میتونیم روش صحبت کنیم. فرض کنید مثلا پروژه ماست، کل پروژه ما همینه. این اسکرین رو شیر کردم، نمیدونم چرا اینقدر سنگینه. خب این مثلا کابینت ماست بچه، پروژه ماست. توی پروژه وقتی میرید نگاه میکنید مثلا از سمت راست این چسبیده به یک دیوار. قاعدتا خب دیوارها کجن دیگه، کلا ما دیوار صافی مثل که بچه ها نمیتونن بسازن. یعنی من امیدم بود بیام اینجا بگم الان همه دیوارا صافن، کارو میچسبونیم بدون درز در میاریم، ولی اینجا هم این شکلی نیست. با وجود اینکه کارها درایوال هست بازم کج میسازه. پس ما نمیتونیم این کار رو بچسبونیم در واقع کنار یک دیوار، باید با یک فاصله ای، مثلا یک فاصله استاندارد مثلا 1 اینچ یا 7 اینچی که حالا تو استانداردها بسته، اول روی جنرال نوت ها باید این فاصله رو در بیاریم. اگر که دیدیم که جنرال نوت خاصی بود بر اساس همون باید بذاریم، مثلا اگر میگه شما 3 اینچ بذاری باید 3 اینچ بذاری، ولی اگر نبود ما با استاندارد خودمون مثلا 1 اینچ میذاریم. 1 اینچ فاصله مثلا از اینجا داریم ولی اینجا نه، اینجا دیگه آزاده، کاری به این نداره. ببینید اگر من بخوام گپ ها رو همه رو در نظر بگیرم من نمیتونم، چون ما تو ترسیم باید اول خود این رو بکشیم دیگه. ما با گپ برای محاسبات ترسیممون فعلا نمیتونیم کاری داشته باشیم تو این بخش اول کارمون. خود این باکسر رو اول من باید طراحی کنم، مخصوصا اگر که چیز خاصی تو این باشه مثل دیش واشر. اگر دیش واشر باشه من خیلی اینا رو نمیتونم تغییر بدم. برای اینکه این خطا گرفته بشه چیزی که من بهتون گفتم یک دونه مکعب دور، اینم براتون گذاشتم البته عکسشو، یه دونه مکعب دور این شکلتون در نظر بگیرید، شکلی که گپ توش نیست، یعنی اون گپ 1 اینچی رو اصلا در نظر نگیرید توش. این مکعبه یه عرض داره، یه عمق داره و یه ارتفاع، همین چیزی که اینجا هست. نگاه کنید، یک عرض داریم، یک عمق داریم و یک ارتفاع. دیگه ما کاری به این تو رفته و نمیدونم اینجا رفته بالا، اگر اینجا یه الی داشتیم دیگه کاری به اینا نداریم. آخرین چیزی که ما میتونیم دور این مهاد کنیم بچه ها، یعنی این لبه آخر ما، این بالا این لبه است، این عقبش هم این لبه هست، آخرین چیزی که میتونیم بزنیم، یعنی این تو رفتگی خالی بمونه، اصلا مهم نیست برای ما.
بعد یعنی اگر بچه شما اینجا مثلا یه بیرون رفتگی بیرون اومدگی این شکلی داشتید، آخرین سطحتون میشه این بیرون زدگی. میخوایم یه دونه یک مکعبی رو دور یک شکل پیچیده، اگر کره هم بود مثلا این فرمی کره بود، یه مکعب ما دورش محاط میکنیم. برای محاسبات متر برآورد ما همیشه این کارو میکنیم، نمیایم کره حساب بکنیم، چون اون کره یه پرتی داره، یه فضایی داره، ما اونا رو دیگه محاسبه نمیکنیم، فقط یک محیط رو میچسبونیم دوره در واقع اون شکلمون. محاسبات اتوکد کلا و فایل‌های کد هم این شکلی هن. یعنی اول میان یه شکل رو ساده میکنن، شکل‌های پیچیده رو، و اونو محاسبه میکنن، بعد میان طراحیش میکنن. خود اتوکد اتوماتیک و اصلا فایل ریویت هم همین کارو دارن انجام میده، اون فایل پیچیده رو اینجوری تجزیه و تحلیل میکنه. و این میشه محیط کلمون. خب حالا ما یک محیط داریم، محیط اولیه‌مون محیط اینه که محیطی که در واقع دور این محاسبه شده، و تو مرحله بعدی خب این گپ هم داریم دیگه. این گپ هم برای ما هزینه داره، ما این گپ رو که نمیتونیم ولش بکنیم، فضا 1 اینچه نمیتونیم سایه بندازیم بغل دیوار، باید با یه چیزی پرش بکنیم. یه سری متریال داره، یه سری فیلر داره، اینا برای ما هزینه داره. پس این رو هم ما باید بعداً اضافه بکنیم. تو مرحله اول توی این نقشه اگر نگاه بکنید، من اومدم محیط کلی ساده شکل رو حساب کردم، یعنی محیط انداختم دورش، که برای اینکه شما بتونید بدونید که آقا من از نمیدونم از 0 تا 10 میتونم کار کنم، دیگه نمیتونم بکنم هیچ 10 و 1. خب حالا تو نقشه کشی هم دوباره یک بار ما اینو چک میکنیم با هم، خیلی تو این خودتون رو گیج نکنید، این خیلی چیز ساده ایه و خیلی فوق العاده چیز کاربردی هم است. بعدن چون گپی هم وجود داره، توی اینجا توی فاینال ایریا اومدم این گپ رو به این اضافه کردم که بدونم حجم کلیم هم اینقدره. یعنی تو محاسبات استیمیت هم بعدن بدونم حجم کلی من اینقدره، این حجم خالصمه، محاسبات حجم خالصمه، این حجم کلیمه. مثلا میگم اگر شما یه کابینت ال دارید، میتونید رو تقسیم بر دو تا شکل سادهش کنید. الو که نمیتونید حجم کنید، یه فضای خیلی پرتی میمونه وسطش. اونو تبدیل به 2 تا مکعب میکنیم، مکعب 1 و مکعب 2. تونستم توضیح بدم اینو؟ من بله متوجه شدم. بازم بینین تو پروژه دیگه، یعنی پروژه بعدی که با هم استارت میزنیم، این دیگه آروم آروم حالا با هم چیزش میکنیم. شاید یه مقدار الان حجم اطلاعاتمون هم زیاد شده، بعد یه ذره گیج کننده هست، ولی فایل اکسل رو بهتون بدم خیلی ساده تر از این حرفاست بچه‌ها، اصلا نگران بیشتر دیگه انگار روخونی باید بکنید ازش. اوکی، کسی سوال داره بچه‌ها؟ 13 دقیقه وقت داریم دیگه، هر کدوم از این چیزا رو متوجه نشدین بگین دوباره راجع به صحبت. آقای اکبری، من متوجه شدم، منتها حجمش بالا بود، هی اطلاعات اومده قبلیه تنشین شده. باید فکر میکنم که کار بشه، احتمالا موقعی که داریم پر میکنیم سوال خیلی پیش بیاد، یعنی برای من که قطعا خیلی پیش میاد. بعد من به غیر از این سعی کردم کنار هر کدوم از اینا یه سری توضیحاتم براتون بذارم، یعنی مثلا توضیح بدم این بخش، حالا همشون نه، یه سری چیزاش مشخص، ولی اون چیزی که گیج کننده بوده سعی کردم یه چیزی رو اینجا براتون تایپ بکنم که داشته باشید این بخش مال کدومه. الان کاری که پس بچه‌ها قراره انجام بدین، من یه فایل رو، این فایل‌ها رو که براتون طبق همون چیزی که بهتون گفتم، یعنی این فرمتی که اینجا داریم، فایل‌ها قرار شد اینجوری سیو بشه. این فایل اکسل و بقیه فایل‌ها رو براتون مرتب می‌کنم، میذارم تو بیس فایل، بخش بیس کامپانی فایل و بلاک ها. اون اتوکد رو براتون همینجا میذارم. بعد ولی این خامه دیگه، اینو براتون فشردهش میکنم، فشرده شدهش رو میذارم توی گروه. فقط بچه‌ها این واتساپ نمیدونم یه مشکلی حالا چه اتفاقی براش افتاده، فایل رو همون موقعی که میفرستم نهایتا تا یه روز دانلودش بکنید، چون مخصوصا تو فایل سنگینه مثل که تو کش خودش نگه نمیداره برای اینکه فایل سنگینه. بعد جان سلام، خوبیم بچه‌ها؟ خسته نباشید عزیزم. خوبی؟ ببین چرا همه اینا رو نمیذاری توی یه گوگل درایو که دیگه مشکلی هم نداشته باشین، بعد بتونی با هر کسی هم خواستی بعداً شیر بکنی.
چون این داره هی آپدیت میشه، یعنی خطا داره 100%، ولی آره میتونیم اونجا هم بزنیم گوگل درایو. مشکل نداره، آپدیتت هم همون میتونی لحاظ باش بکنی دیگه، باشه بفرستی باشه. یعنی سینکش بکنی، خیلی راحت تری. آره باش. لینکشو به هر کسی خواستید شیر بدید، بعد بچه‌ها هم راحت بدون فیلتر میتونن واسه دانلود گوگل کنن. درایو مثل اون چیز محدودیت نداره حجمی؟ گوگل درایو دیفالتش تا 50 گیگ آزاده. آها یه 50 گیگ میتونن، چون بقیه چیزا رو من تست کردم همشون نهایتا دیگه مجموع فایلاشون مثلا 1 گیگ 2 گیگ بود. نه این راه داره که بخواید این کارا رو خب انجام خیلی بدید. خوب. این مشکلی دارم میبینم اکثر بچه‌ها با دانلود کردن مشکل دارن. واتساپ هم کراپت، این کانکشناش خیلی زیاده. آره اون تیم هم حتی الان بچه‌ها میخوان آپلود کنن تو تیم هم مشکل داریم. نه به درد نمیخوره. آره. یا الان حتی بچه‌ها تاراینا هم دارن میرن به سمت اینکه از گوگل درایو استفاده کنن. آره عالی، میذارم تو همون. بهترین ببین سه تا سولوشن خوبه دیگه، وان درایو، گوگل درایو و دراپ باکس. این سه تا هر سه تاشون خوبه که گوگل درایو چون حالا بچه‌ها اکثرشون دارن همین چیز استفاده میکنن، میتونه استفاده میکنن قطعا دارن. من وقتتون نگیرم، فقط همین نکته رو بگم. آره عالی بود، مرسی، دست درد. قربون. من این پس درست میکنم بچه، تو هم گوگل درایو براتون میذارم، حالا تا اگر دیدم چیزه تو واتساپ هم میذارم، تا اون گوگل درایو رو اوکیش میکنم براتون دیگه. پس این رو فولدرش رو براتون میفرستم. پروژه جدیدی که میخواد بیاد رو بچه‌ها که فردا از مهر خانم میگیرم براتون میفرستم، بر اساس همین سیستم برید، یعنی اول فولدراش رو برید باز بکنید، فایل اکسل رو از بالا شروع بکنید به پر کردن، با فایل هیدن کاری نداشته باشین و این فایل البته فایل سمپل دیگه، این خراب بشه اشکالی نداره. اینا رو هم سعی کنید اون فایل آفیشیال هم خودتون پر بکنید یک بار که بدونید اصلا داستانش چی به چیه، خرابم بشه حالا مهم نیست، پر بکنید که بدونید اصلا چی به چی ربط داره. فقط سورس کد اصلا دست نزنید، کاری به سورس کد نداشته باشید، بقیه همه رو دیگه خودتون میتونید باش برید اوکی بشه. و پس فردا من اینو براتون، چون امروز تعطیله بچه‌ها نیستن، فردا بهشون میگم که براتون بفرستن فایلش رو دیگه. سوال چیزی ببخشید قسمت فولدر بندی ها مگه میشه یه اسکرین برامون بفرستین؟ اسکرین چی؟ من قسمتی که دیزاین فایل و جنرال فایل ها بودن یه سری اینا رو همه بهتون میدم دیگه، اصلا همین فایل رو بهتون میدم، یعنی شما همینو کپی میکنید، اون از زیپ درش میارید، همینو کپی میکنید، همینو فقط اسمشو تغییر میدین دیگه. اوکی مرسی. فقط یه سوال من میتونم